الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیة الله فی الارضین. خب بحث رو مستحضرید که عقیده شیعه در خصوص امام و قرآن. دو شب اول به اندازه فرصت خیلی مجمل و فشرده عقیده شیعه در خصوص امام و امامت رو توضیح عرض کردم. دیشب هم عقیده شیعه رو در رابطه با قرآن تحت این عنوان آغاز کردیم که از دید شیعیان قرآن کریم وحی است. وحی رو مختصری توضیح دادیم یعنی چی؟ کلام خداست، نه اینکه معنا را خداوند به قلب پیغمبر الهام کرده باشد و پیغمبر با لفظ خودشون بیان کرده باشد. اون احادیث قدسی است، ولی قرآن وحی است، کلام خداست که شواهدش رو هم دیشب عرض کردم. نکته سوم که دو مطلب قبل رو هم تأیید میکنه، تقویت میکنه، معجزه بودن قرآن. شیعه معتقد است که قرآن کریم معجزه الهی است. البته اینا رو عرض میکنم فقط عقیده شیعه نیست، بسیاری از عالمان اهل سنت هم در هر سه قسمت با شیعه مشترکن. اما حالا ما به عنوان عقیده شیعه که داریم بحث میکنیم، شیعه معتقد است قرآن وحی است، کلام خداست، معجزه است. این قسمت سوم را حالا به اندازه‌ای که وقت امشبمون اجازه بده بازم باید خیلی فشرده قطعا بحث کنیم. معجزه چیست و به چه دلیل قرآن معجزه است؟ معجزه از کلمه عجز، چیزی که دیگران را عاجز می کند. کاری رو فردی انجام بده که بقیه از انجام اون عاجز باشن. خب اگر معنی معجزه اینه، ممکنه کسی بگه مرتضان حتی برخی از شعبده بازان، حالا شعبده بازان خیلی مهم نیست، ولی مرتضان کارهای عجیب و غریبی میکنن، این معجزه است. ممکنه الان یک مرتضی تو جمع ما پیدا بشه. تو هند که دیگه کلکسیون این حرف هاست، انقدر کارهای عجیب و غریبی انجام میدن که آدم متحیر میمونه. پس اونم معجزه است؟ نه، اونو میگیم خارق العاده. فرقش با معجزه چیه؟ دو تا ویژگی در معجزه هست که در امور خارق العاده نیست. همین باعث میشه که معجزه با اون امور که بهشون میگیم خارق العاده، یعنی یه چیز خلاف امور معمولا مثلا یه مرتضی میاد، فرض کنید یه کارت میزنه اینجا، از این ور در میاره، خونم نمیریزه، نشون میدن مردم ها میبینن. مرتضی میاد با دوتا دندونش یه تریلی 18 چرخ رو نگه میداره، راننده هرچی گاز میده که این تریلی حرکت کنه حرکت نمیکنه، رها میکنه حرکت میکنه. ولی اینا شده، امروز هم تو دنیا فراوونه، خیلی هم میتونن برن از نزدیک هم ببینن. حالا چرا اونا معجزه نیست؟ فرقش چیه؟ اولین شرط معجزه بودن ادعای نبوته. یعنی کسی که این کار رو میکنه میگه دلیل بر نبی بودن من است، خدا به من این خبرها رو داده، به من مأموریت داده و فرموده که برو به مردم بگو پیغمبری، و برای اینکه پیغمبری من اثبات شود دارم معجزه میکنم. هیچ مرتضی، هیچ توانمندی که کار خارق العاده میکنه جرأت ادعای نبوت نداره و نکرده. دلیلش چیه؟ چون میدانن اگر بخوان ادعای نبوت بکنن، چون اونا تو خودشون اینا رو واردن، اگر بخوان ادعای نبوت بکنن یا این قدرت از اونها سلب میشه، دیگه نمیتونن این کار انجام بدن، یا دیگرانی پیدا میشن که در همون زمینه مثل اونها این کارا رو انجام دادن، رو دستشون بلند میشن، اونا خودشون میفهمن چه خبره. لذا کار خارق العاده اکتسابی است، آدم میتونه بره یاد بگیره.
همینطوری که امور دیگر این عالم که اکتسابی افراد راهش رو طی کنن میتونن این رو یاد بگیرن، این امور خارق العاده هم یه ریاضت‌های خاصی داره، یه آداب خاصی داره، باید اونو طی کنن به این قدرت میرسن. اونا اینو میدونن و لذا هیچ وقت ادعای نبوت نمیکنن. این اولین. دومین تفاوت تحدی، یعنی در معجزه وقتی یک پیغمبر کاری رو انجام میده که دیگران از انجامش عاجزن، میگه هیچ کسی ادعای نبوت میکنه، میگه هیچ کسی دیگه هم نمیتونه این کار رو انجام بده، اگه میتونی بیا انجام بده. هیچ مرتضی این حرفا نمیزنه. هیچ فردی که کار خارق العاده ولو بسیار شگفت انگیز رو داره انجام میده همچه ادعایی تا کنون نکرده و اگر بکنه رسوا میشه، چون خداوند یه نفر رو علم میکنه برو کارشو خنثی کن و میان رو دستش پیدا میشن. اما معجزه کاری است که فرد با ادعای نبوت همراست و تحدی دارد، یعنی میگه هیچ کس دیگری قدرت انجام چنین کاری را نخواهد داشت، بقیه از انجام این عاجز خواهند بود. وقتی حضرت موسی عصا میندازه اژدها میشه، میگه هیچ کس نمیتونه مثل این انجام بده. لذا همه سحره زمان حضرت موسی اونا هم متوجه اصل واقعیت شدن، فوری اعتراف کردن. اگر حضرت عیسی یک مرده را زنده میکنن، میگه راست میگید، شما بیاید این کار رو بکنید، کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. بعدم میگه ادعا میکنه، میگه چون پیغمبرم این کار رو میکنم، خدا این اذن رو به من داده، این قدرت رو خدا به من بخشیده. خب این میشه معجزه. یه نکته اینجا مطرحه، چرا معجزه دلیل بر حقانیت نبوت است؟ از نظر عقلی هر کسی که ادعایی میکنن باید دلیل یا دلایل اثبات اون ادعاش رو هم ارائه بکنه، چون ادعای بی دلیل که پذیرفته نیست. ضمناً باید دلیلی که برای اثبات یک ادعا ارائه میشه با اون ادعا مناسبت داشته باشه. فرض کنید بنده الان در جمع شما بگم یه ادعا بکنم، آقا من میتونم سرطان رو مداوا کنم، و یه ادعاست. طبیعتاً سوال شما این میشه دلیلتون چیه؟ به چه دلیل؟ بنده بگم به دلیل این که بزرگترین وزنه رو میتونم بلند کنم. میگه چه ربطی داره؟ حالا فرض کنید راستم میگم، خب چه ربطی داره که شما میتونید سنگین ترین وزنه رو جابجا کنید؟ این چه ربطی داره به مداوای سرطان؟ باید مناسبت داشته باشه ادعای شما با اون دلیل. اگر بنده ادعا کردم من بزرگترین وزنه بردارم، دلیلش چیه؟ دلیلش که بیاید بزرگترین وزنه رو بیاید ببینید بلند میکنم یا نه. این ادعا با اون دلیل سازگاره. ادعای انبیا چیه؟ ما به خدا متصلیم، از طرف خداییم، خدا ما رو فرستاده. این حرفای ما نیست، حرفای خداست. خب دلیلش هم باید دلیل باشه که فقط خدا بتونه، غیر خدا نتونه. به این دلیل بهش میگن معجزه. پس بحث عقلی میشه. ادعایی است که دیگران اون ادعا رو نمیتونن داشته باشن. میگه ما را خدا فرستاده، ما وابسته به خداییم، این حرفایی که داریم میزنیم مال خداست، پس باید یک کاری انجام بدید که نشون بده کار خداییه. لذا میگه کاری میکنم که شما وقتی با عقلتون رو این کار من تعمق کردی، تفکر کردی، تدبر کردی، اندیشیدی، واقعا روش مکث کردی، عقل شما حکم میکنه این کار کاری انسان عادی نیست. خب اون چیه؟ میگه ادعای نبوت میکنم و بعدش هم میگن معجزه است، یعنی هیچ کسی دیگه نمیتونن بیارن. خب عقل میگه اگه باشه این میتونم من بپذیرم. حالا با این مقدمه میایم سراغ قرآن. خود قرآن ادعا کرده من از طرف خدا، گفته پیغمبر اسلام نیست و اگر شما این رو گفته پیغمبر اسلام میدونید، اگر کار خدایی نمیدونید چه کار بکنید؟ من 2 جای قرآن رو سریع رد میشم که بتونم بیشتر بحث کنیم. یک سوره مبارکه طور، آیه شماره 33 و 34. ام یقولون تقوله، اینجوری دارن میگن بعضی، یعنی پیغمبر خودش گفته، داره به خدا نسبت میده. اونجا ولو تقبل علینا، اینجا نه.
ام یقولون تقوله، اینا دارن اینجوری اشکال میکنن اینا رو پیغمبر خودش گفته. بل لا یؤمنون، نه اینا در کسی ایمان ندارن، قرآن رو قبول نکردن، نپذیرفتن. فلیأتوا به حدیث مثله ان کانوا صادقین. خب راست میگید پیغمبر از خودش گفته، یعنی پیغمبر نیست، یه انسان عادیه، و مثلش بیارید دیگه، مثلش بیارید. این مثلش بیارید رو اینجا در چه رابطه میگه اونایی که میگن پیغمبر خودش گفته. میگه اگه میگید پیغمبر خودش گفته، خب شما بگید، شما انجام بدید. منتها اینو در سوره مبارکه بقره آیه شماره 23 و 24 این گونه بیان میکنه: و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. شما در شکی تردید دارید که این کتاب رو ما نازل کردیم برای این پیغمبر، یعنی کتاب آسمانی است، وحیه، کلام خداست، قبول ندارید، شک دارید، فأتوا بسورة من مثله. خب یه سوره مثلش بیارید. نفرمود به اندازه سوره بقره که با اون طولانی. کوتاه‌ترین سوره قرآن کدومه؟ سوره کوثر، یه خط، تقریبا یه خط، حالا یک کمی بیشتر. یه سوره به اندازه کوثر بیارید. وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. همه اونایی که من دون الله، غیر از خدا، هر کی رو میخواید به کمک بگیرید بگید، میخواد بگه کار خداییه، لذا من دون الله. غیر از خدا هر کی رو میخواید به کمک بگیرید بگیرید، ببینید میتونید این کارو بکنید. و عجیبه که بعدش هم با قاطعیت میفرماید فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لن در زبان عربی نفی ابده، یعنی هرگز، هیچگاه. ما تو فارسی یه وقت میگیم این کار رو نمی‌کنی، یه وقت میگیم هرگز این کار رو نمی‌کنی. در زبان عربی وقتی بخوان با لا نفی کنن ابدیت رو نمیرسونه، با لن بخوان نفی کنن ابدیت رو میرسونه. و ان لم تفعلوا، اگرچه که این کار رو نمی‌کنی، ولن تفعلوا، و هرگز هم نخواهید توانست این کار رو انجام بدید، الی الابد هم که باشه. پس این ادعای قوی است که قرآن کرده. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، شک دارید ما فرو فرستادیم بر بندمون پیغمبر اسلام، این وحی نیست، این کلام خدا نیست، خب پس مثلش یه سوره بیاریم. یه سوره هم عرض کردم ولو در حد کوثر، چون میگه یه سوره شامل هر سوره‌ای میتونه باشه. در آیه شماره 88 سوره اسراء این دو سه آیه رو سریع میگم که حالا با هم بحث بکنیم. لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگر همه جن و انس با هم جمع بشن، اونجا فرمود من دون الله، هر کیو میخواید. اینجا میخواد بگه همه انسان ها، همه، کنایه از این که همه مخلوقاتی که قدرت دارن، اراده دارن، انتخاب دارن، فکر دارن، میتونن بحث بکنن. قل لئن اجتمعت الانس والجن، اگر همه انسان ها، همه جنیان با هم جمع بشن، الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، که اونجا مثل هم گفت در حد یک سوره، به مثل این قرآن در حد یک سوره بیارن، لا یأتونه، نمیتونن. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، گرچه بعضی با بعضی دیگه پشت به پشت هم بدن، پشتوانه هم دیگه باشن و هم دیگه هم دلگرمی بدن، همچون کاری نمیتونن بکنن. پس قرآن این ادعا کرده. حالا آیا در طول تاریخ، اول در همون زمان پیغمبر اسلام، چقدر ادبای عرب وجود داشتن؟ سبعه معلقه یا سبعه معلقات، نمیدونم شنیدید یا نه، 7 چیز آویزون، سبعه معلقه، شاهکار ادبی عرب زمان بعثت پیغمبر بود که آورده بودن به دیوار کعبه آویخته بودن، که تاریخ هم ثبت کرده. اشعار عرب جاهلی، اینا درست تمدن نداشتن، فرهنگ نداشتن، خیلی عقب افتاده بودن، اما تو ادبیات و شعر و زبان خیلی قوی بودن. لذا اشعار ادبی دوران جاهلیت از نظر ادبیات و شعر خیلی قویه.
حتی برخی از اینا مثل ولید ابن مغیره مخزومی، عتبة ابن ربیعه، طفیل ابن عمرو، اینا زمان پیغمبر بودن، از ادبای معروف عرب بودن. در کتاب سیره ابن هشام جلد 1 صفحه 293 و صفحه 410، در کتاب اعلام الورا صفحه 27 و 28 و 49 نقل میکنه که سران کفار در مکه اومدن پیش اینا، به تعبیر ما ببخشید گفتن روی این آقا رو کم کنید. ایشون هی ادعا میکنه این کتاب آسمانیه، کسی نمیتونه مثلش بیاره. خب بیاید شما ادیبید. اینا 1 سال نیرو صرف کردن، زمان خود پیغمبر 1 سال نیرو صرف کردن. بعد از 1 سال همین آقای ولید ابن مغیره مخزومی که سردستشون بود گفت من از پیامبر، من میگم پیامبر و اسم حضرت رو بود، سخنی شنیدم نه شباهت به گفتار انسانها دارد نه پریان، گفتار او شیرینی خاصی دارد، نمیدونم شعر بگم شعر نیست، بگم یه نثر معمول عرب نثر نیست، تنها چیزی که میتونم بگم خودمو خلاص کنم بگم سحره. این اصلا این ساحره، داره آدم سحر میکنه. چرا؟ چون وقتی میومد رو عظمت سخن پیغمبر میدید نمیتونه. 1 قرن بعدش اومد ابن ابی الاوجاع، اسمش معروفه، که با امام صادق بحثای مفصلی کرده، نه خدا رو قبول داشت نه پیغمبر رو قبول داشت، خیلی هم مدعی بود. ابن مغفع معروف، ابو شاکر دیسانی، عبدالملک بصری با هم قرار گذاشتن که هر کدوممون نیروهامون رو صرف کنیم یه سوره مثل قرآن بیاریم، بعد بیاریم ارائه بکنیم. حالا اینم توضیح عرض میکنم این مثل یعنی چی و ارائه یعنی چی، چگونه میشه اثبات کرد که مثل هست یا نیست. اینا 1 سال رفتن با هم دیگه، هر کدومشون بعد از 1 سال قرار بود بیان تو مسجد الحرام دور هم تو مکه جمع شن، بعد بگن که اینا زمان امام صادق بودن، بگن که ما چیکار کردیم. سر سال که تو مسجد الحرام دور هم جمع شدن، هر کدوم به دیگری گفت من که گیج شدم، هر کاری میکنم یه جاش میلنگه نمیتونم. همین بین امام صادق علیه السلام اومدن از کنار اینا رد شدن. این آیه‌ای که الان براتون خوندم، قل لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یأتوا، امام این آیه رو بغلشون خوندن رد شدن، یعنی فرمودن به قول چیز ول معطلی، خودتون رو معطل نکنید. در تاریخ موارد بسیاری داریم، حالا ما چون وقت زیاده من نمیتونم بشکافم منابع زیاد رو براتون بیارم که چقدر نیرو صرف کردن که بیان به سبک قرآن چیزی بسازن. مولوی هم در مثنوی میگه که اشاره به همین آیه است که گفتن که آقا این سخن خود پیغمبر خودش گفته، میگه چون کتاب الله بیامد هم بران این چنین طعنه زدن اون کافران، که اساطیر است و افسانه نژند، نیست تعمیقی و تحقیقی بلند. گفت اگر آسان نماید این به تو، این چنین آسان یکی سوره بگو. جنیان و انسیان و اهل کار او یکی سوره از این آسان بیار. مولوی هم دست انداخته اینا رو توی قالب اشعار مثنوی میگفتید این کاری نداره، این ساده است، خب یه سوره بسش بیارید دیگه. تو زمان پیغمبر چقدر با ایشون جنگیدن، تو مکه چقدر ایشون اذیت کردن، یارانشون و وادار به هجرت کردن، بعد که به مدینه تشریف آوردن چقدر با ایشون جنگ شد. و از زمان پیغمبر تا امروز، این ادعا امروز موجود تو قرآن یا نه؟ این همه در دنیا نیرو صرف کردن برای کوبیدن پیغمبر اسلام و حقیقت قرآن. الان چه نیرویی در کره زمین داره مصرف میشه که یه جوری بتونن اسلام رو بکوبن؟ خب آقا این که راحته، یه خط سوره بیارید دیگه، چرا نمیتونن؟ حالا ممکنه کسی بگه که خب اگر مثل بیارن یعنی چی؟ با اشاره عرض میکنم. دیشب یه تذکری دادم تو ادبیات فارسی ما، غزل حافظ شاهکار ادبیات فارسی. اهل فن خبره ها متوجه میشن که غزل حافظ در چه پله‌ایه. حالا هنوز بعد از 700 سال کسی یه دیوان بگه که همه غزلیاتش مثل حافظ باشه پیدا نشده. لذا میگن تو ادبیات فارسی
هنوز حافظ اولیه، اما این معناش اینه که یه غزل، 2 غزل، 10 غزل هم نتونستن بگن به اندازه حافظ. همه غزل ها نتونستن، ولی افرادی هستن از شعرهای گذشته و حال، حتی از معاصرین، چند غزل دارن که اهل فن وقتی نگاه میکنن میگن حتی از غزل حافظ هم بالاتره. شاطر عباس قمی، نمیدونم چه شنیدید یا نه، این حتی سواد هم نداشت، بهش افاضه شده بود. غزلهایی داره محدوده. من غزل معروف روزه دارم من و افطارم از اون لعل لب است، آری افطار رطب در رمضان مستحب است. این مال شاطر عباس قمی. انقدر غزلش عالی است که اهل فن میگن از بعضی غزلهای حافظ بالاتره. یا مثلا سعدی و افصح المتکلمین میگن در نثر. کسی در نثر به زیبایی سعدی تو ادبیات فارسی هنوز سخن نگفته. هر نفس که فرو می رود ممد حیات است و چون براید مفرح زاد، در هر نفسی 2 نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری لازم. خب خیلی زیبا و قشنگه. اما حالا درسته که افصح المتکلمین نداریم مثل سعدی، اما افرادی پیدا نشدن یه مقاله، 2 مقاله، یه مختصر مطالبشون از نظر ادبیات نه تنها مثل ادبیات نثر سعدی باشه بلکه حتی زیباتر باشه. خب جلال آل احمد بعضی نوشته هاش اونقدر ادیبانه است و اونقدر زیباست که میگن تو این قسمت ها، به خصوص خسی در میقاتش، میگن تو این قسمت ها حتی بر گلستان سعدی داره رجحان پیدا میکنه، یا بر برخی بخش‌های بوستان سعدی داره رجحان پیدا میکنه. این که قرآن ما میگیم مثل، الان مثلا همین عبارت، شما یک شعر رو در نظر بگیرید، ما یه وقت محتوای شعر رو در نظر میگیریم، یه وقت لفظ شعر رو. گاهی محتوا خیلی عمیق، شعر قشنگ نیست. تو بعضی اشعار مثنوی اینجوری هست، محتوا خیلی بلنده ولی شعر خیلی قشنگ نیست، حتی یه جاها سکته هم داره. خب این همه قبول دارم. یه وقت شعر خیلی قشنگه، محتوا نداره، معناش معنای همچین تحت و لفظیه. حافظ هنرمندیش اینه که هم زیباست هم محتوا داره، لذا خیلی قویه. وقتی میاد شعر میگه، اون سبک غزل حافظ از نظر فن شعری و اون هنر شاعری قوا میکنه، از نظر محتوا که این همه مطلب میتونن از غزل حافظ در بیارن. حالا اگر کسی غزلی گفت، خب اهل فن میگه از نظر وزن شعری این مثل شعر حافظ هست یا نیست. از نظر محتوا دیشب اشاره کردم، طرف میگه الحمدلله الرحمن، قرآن میگه الحمدلله. خب اصلا قابل مقایسه نیست، چون الحمد، همه حمد اختصاص به الله میتونه که اسم ذات پیدا کنه، ولی همه حمد که نمیتونه اختصاص پیدا کنه به رحمان. ریزکاری هایی که مثلا تو ادبیات فارسیه، من یادم یه وقت یه بیت شعری رو به یکی از شعرهای خیلی زبردست معاصر ایران مطرح کردم، گفتم نظرت راجع به این شعر چیه؟ این بیت رسیده بودم: غمی سنگین که در وصفش بگویم، بود خارج که آید در بیانم. گوی اشکال داره. گفتم چیه؟ گفت غم سنگین وصف نداره، حد بهتره. بگو غم سنگین که در حدش بگویم، بود خارج که آید در بیانم. یعنی این ریزکاری هایی که اونی که اهل ادبیاته با توجه به معنا متوجه میشه. مثل قرآن، منظور اینه که آقا این ریزکاری هایی که قرآن رعایت کرده، شما یه سوره بیارید به اندازه سوره کوثر، این ریزکاری ها توش باشه. معنا هم افراد بگن معنای بلندیه، چرا نمیتونن؟ نه اینکه نرفتن دنبالش، هم زمان پیغمبر رفتن، هم 100 سال بعد رفتن، هم 200 سال بعد رفتن. الان مثلا ما برخی از یهودیان یه قرآنی رو تو سایت ها گذاشتن، یه قرآنی رو حتی بنده دیدم چاپ کردن، مثلا یه بخشایی از این قرآن رو برداشتن، بقیه رو چاپ کردن، پخش کردن، گفتن ببینید قرآن تحریف شده. این که تحریف نمیگن، این مثل که تو چاپ چند صفحه از اون صحافی مثلا فراموش کرد بذاره. تحریف اینه که اگر یا مثلا شبیه اینه بگید این مطلب عین خود این قرآنه، بهش اضافه میکنیم فرق نمیکنه، یا کم میکنیم فرق نمیکنه،
یا اگر واقعا مسلمانان مثل خود مثلا مسیحی ها که چند تا انجیل دارن، اون میگه این انجیل رو قبول دارم، اون میگه این انجیل با اون انجیل مرمون ها با انجیل کاتولیک ها، انجیل کاتولیک ها با انجیل پروتستان ها. اما شما در تمام فرق اسلامی با همه اختلافاتی که دارن قرآن مشترک، همه میگن قرآن همینه. حالا ممکنه به ما بگید شیعه میگن قرآن علی، توضیح عرض میکنم قرآن علی قرآنی غیر از این قرآن نیست. حضرت توضیحاتی داده بودن، به قول امروزی ها پاورقی‌هایی زده بودن. این آیه کجا نازل شده، این آیه کجاست، که زمان تکثیر قرآن اجازه ندادن. ایشون هم برای اینکه امت دچار اختلاف نشه فرمود هیچ مسئله ای نیست که عقیده شیعه اینه که این قرآن پیش امام عصره، ایشون تشبیه بیارن این قرآن رو میکنن، ولی اصل مثل اینه. الان قرآن هایی که به خط معصومین موجوده تو موزه ها این همین قرآن به خط امیرالمومنین، قرآن به خط امام مجتبی، قرآن به خط اصحاب ائمه و دیگران. حالا به هر حال وقتی در طول تاریخ ما داشتیم زمینه مخالفت با اسلام را، به عناوین مختلف میخواستن اسلام رو بکوبن، خب اگر قدرت یه سطح آوردن بود، همین الانش ما چقدر عرب زبان داریم که مسلمان نیستن. المنجدی کتاب لغت نویسندش یه کاتولیکه. یکی از شعرای معاصر لبنانی الاصل بول سلامه، اینقدر در ادبیات عرب قویه که من از بعضی عرب زبانها شنیدم میگن حافظ عرب هاست در واقع، اینقدر قویه. دیوانش هم چاپ شده موجوده. خب این همه عرب زبان قوی داریم، هم الان داریم هم در گذشته داریم. حالا جالب این بول سلامه شاعر معاصر لبنانی که ظاهرا اخیراً فوت کرده، خیلی هم قویه. نه تنها نمیگه من مثل قرآن میتونم بیارم، یک قصیده مفصل در وصف امیرالمومنین گفته. مسیحی هم هست مثل جورجرداق که کتاب راجع به امیرالمومنین نوشته، عظمتی برای از تعمیر در اشعارش میگه. خب چرا اینایی که اینقدر قویان در حد یک خط، خود اینایی که دنبال این کار رفته بودن میگفتن آقا ما گیج میشیم، متحیر میشیم، مثل اینکه یه نیروی میاد اصلا قدرت ما رو از ما سلب میکنه. حالا ما ایم و انسان و عقلش، ما ایم و وجدانمون. به خصوص این دومی رو من اضافه کنم و به خصوص سومی رو هم، علل خصوص سومی رو. دومی سومی چیه؟ آورنده این کتاب یک انسان امی درس ناخونده است به قضاوت همه و به ادعای خود قرآن. من فقط یک اشاره اینجا بکنم از در اثبات. حالا ویلدوران در جلد 14 تاریخ تمدنش مفصل به این بحث پرداخته، میگه هیچ دلیلی برای این که پیغمبر اسلام درس خونده باشه نداریم. تازه درس خونده های عربستان در اون زمان مگه کیا بودن؟ یا مشت آدمای مبتدیه، بسیار از نظر فرهنگ، ادب و دخترها رو زنده گور کنن افتخار میکردن و کعبه رو بر از بت کرده بودن و با بت‌ها افتخار میکردن و فصل خرما میرفتن، خرماها رو میچیدن، هسته‌هاش رو در میآوردن، اینا رو با هم دیگه میکوبیدن، بت درست میکردن، عنوان خدا میذاشتن رو تاقچه منزلشون. فردا که کمی غذا کم میشد بت رو میشکستن، مشغول خوردن میشدن. تمام فرهنگشون در این حدی که همه میدونیم تو تاریخ هم نوشته شده. حالا یک انسانی که تو خود قرآن ادعا میکنه امیه، خب الذی بعث فی الامیین، خب چقدر پیغمبر دشمن داشتن؟ مکه مگه شهر چقدری بوده؟ یه فضای محدود. الانش بعد از 1400 سال چقدر مگه بزرگه؟ مدینه مگه چقدر بزرگ بوده؟ هم دیگه رو میشناختن. وقتی پیغمبر این آیه رو میاره میگه درس ناخونده، چرا معترض نشدن؟ نخیر تو که درس خونده ای، هیچ هم چه اعتراضی نکرد. تنها حرفی که علیه پیغمبر زدن چیه؟ ساحره. نشون میده هیچی دیگه نداشتن بگن دیگه. نمیتونستن بگن نه تو درس خونده ای ما حرف قبول نداریم، نمیتونستن بگن تو قبل از اسلام آدم سالمی نبودی که لقب امین بهش داده بودن، نه فقط تنها حرفی که خواستن بزنن گفتن ساحر سحر میکنه. چرا؟ چون گیج شده بودن، توش مونده بودن، نمیتونستن. خب کسی که امیه، درس ناخونده است، درس خونده های عالم، آقا سقراط که آدم معمولی نبوده، الان نزدیک 3000 ساله میگذره، هنوز تو دانشگاه‌های دنیا افکارشو دارن بحث میکنن، تدریس میکنن.
افلاطون که آدم معمولی نبوده، سقراط که آدم معمولی نبوده، اما کجا سقراط و افلاطون و ارسطو تونستن ادعا کنن مطالب ما هیچ خطایی نداره، میتونید یک خطا بر او بگیرید. ارسطو شاگرد افلاطون ایراد گرفته بر استادش، تو تاریخ هم موجوده و الان هم با همه احترامی که میذاریم، بله بزرگ بودن، فیلسوف بودن، متفکر بودن، ولی نقد میکنیم، نقد هم دارن. کدوم متفکر در کره زمین میتونه پیدا بشه؟ کدوم دانشمند در کره زمین میتونه پیدا بشه بگه من کتابی ارائه میکنم، میتونید یه سطر مثلش بیارید، میتونید یه غلط درش پیدا بکنید و تازه درس ناخونده باشن؟ این که دیگه عقل چی میگه؟ سومی رو بهش اضافه کنم، درس ناخونده باشن در محیطی که جاهلترین و عقب افتاده ترین محیط زمان خودشان بوده. چه فرهنگی در اونجا بوده؟ تازه دو ابرقدرتی که فرهنگ داشتن، یکی روم یکی ایران، فرهنگ اونها در چه سطح بوده؟ حتی همین تاریخ تمدن ویلدوران رو بخونید، راجع به فرهنگ روم، راجع به فرهنگ ایران چی بیان میکنه؟ عربستان که دیگه هیچی اصلا از نظر محیطی که جهالت بوده، توحش بوده، بربریت بوده. همین سبقه معلقه‌ای که عرض کردم از نظر شعر خیلی زیبا بود، ولی از نظر محتوا یکی از این سبقه معلقه محتواش اینه: رئیس قبیله خطاب میکنه به افراد قبیله، میگه که شما مثل فلان قبیله هنر ندارید اینقدر آدم بکشید، این هنر چقدر قشنگ میتونن آدم بکشن، شما چقدر بی‌عرضه‌اید. این فرهنگه. بی‌عرضگی یه قبیله اینه که قشنگ نمیتونه آدم بکشه. بی‌عرضگی یه قبیله اینه که قشنگ نمیتونه دزدی بکنه. در چنین جامعه‌ای یک انسان امی درس ناخونده کتاب میاره، میگه و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، یه سوره مثلش بیارید. چرا همه عاجزن؟ عقل چی میگه؟ آخه وجدان انسان چی میگه به این انسان؟ معجزه مگه چیه؟ ادعای نبوت که کرده، میگه من پیغمبرم. خب اگه پیغمبر نبود، خب باید خداوند رسواش میکرد، یکی دیگه باشه بیاد بگه نه خیر آقا این کتاب وحی نیست، این کتاب گفته خدا نیست. یه انسان دیگه هم پیدا میشه بگه من ولو در حد یک سوره از 114 سوره قرآن کوتاه‌ترینش که سوره کوثره. ما سوره بقره نمیخوایم، سوره آل عمران نمیخوایم، سوره نساء نمیخوایم، یه سوره یک خطی به اندازش بیارید. نه دیروز توانستن نه امروز میتوانن. قرآن تازه خبر میده فردا هم نخواهند توانست و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا. این اثبات میکنه این کتاب مال خداست دیگه. همونطوری که حضرت عیسی در زمان خودش میفرمود من مرده رو زنده میکنم، راست میگید شما بیایید، همه عاجز بودن، بخواه این پیغمبر خداست. فقط این نکته اینجا تو پرانتز بگم، هنوز بحث ادامه داره. اگر کسی بگه که معجزات انبیای گذشته که اثبات نبوت میکرد چشم پرکن بود، میدیدم داره مرده رو زنده میکنه، میدیدم داره عصا میندازه اژدها میشه. معجزه پیغمبر اسلام چشم پرکن نیست. قرآن کریم فرقش چیه؟ بله، پیغمبر معجزه چشم پرکن هم داشت، زمانی که چشما به پیغمبر دوخته میشد، مثلا به سنگریزه، اینا تاریخه، همونجوری که مال حضرت عیسی تاریخه. ولی من میخوام بالاتر از اینا رو مطرح کنم که قرآن مطرح میکنه. پیغمبر به سنگریزه فرمود من پیغمبرم یا نه؟ خب تو کف دست پیغمبر اعتراف کرد، به درخت گفت بیا اومد و اینایی که همه نقل کردن. اما این که معجزه اصلی پیغمبر قرآن است و موجود، عقل پرکنه نه چشم پرکن. عقل پرکن بالاتر از چشم پرکنه. هرچه انسان سطحش پایین تر باشه میگیم عقلش تو چشمشه، میخواد یه چیزایی رو فقط تو حد محسوسات، ولی وقتی درک بالاتر بره باید عقلش رو پر کنه. خداوند میگه با بعثت پیغمبر اسلام نبوت پایان پذیرفت، دیگه بعد از این پیغمبر قرار نیست بیاد. پس معجزه‌ای که برای این پیغمبر قرار باشه باید هم همیشه موجود باشد. خب اون معجزه چشم پرکن که مال اون زمان بود که میدیدن، پس باید عقل پرکن باشه، چون عقل همیشه مطرحه.
ثانیاً باید برای تمام عقلهایی که از زمان بعثت پیغمبر تا آخرین مرحله‌ای که قرار این دین باشه و بعد قیامت برپا بشه همه عقلها را پر کند. و لذا می‌بینیم اگر در صدر اسلام نتونستن یه سوره مثلش بیارن، تو قرن آپولو و اتم هم نمیتونن بیارن. در تمام این مدت هم نیروها رو هم بسیج کردن، زحمت کشیدن، بازم نتونستن. پس معجزه ادعای نبوت داره، تحدی هم داره. پیغمبر میگه این قرآن مال من نیست، مال خداست. آیه‌شو خوندم. خدا هم میگه اینو من فرستادم بر اون. حتی میگه این تقول نیست، قول پیغمبر نیست، این سخن خداست، کلام الله که دیشب هم آیه کلام اللهیشو خوندم. میگید نیست مثلش بیارید، یه سوره مثلش بیارید. یه انسان درس ناخونده در یک محیط اونچنانی، یه اصلیست در روانشناسی میگن اصل محاکات، حکایت میکند محاکات. میگن اگر، حالا من این در قالب این مثال عرض کنم، اگر بنده مثلا فرض کنید در شهر شما توی این منطقه بیام برخورد کنم به یک آقای یا خانمی، ببینم در رابطه با مثلا فلسفه اسلامی، در رابطه با عرفان اسلام، در رابطه با تفسیر قرآن انقدر عمیقه، انقدر پر اطلاعه، من اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که شما غیر از این محیط جای دیگه هم بودید؟ این سوال طبیعیه یا نه؟ بگم شما غیر از این محیط جای دیگه هم بودید؟ اگر بفرماد نه من فقط توی این محیط بودم، بگم اساتیدتون کی بودن؟ شما این مطالب از کجا یاد گرفتید؟ حالا فرض اینترنت و ارتباطات اینجوری رو هم اضافه کنیم بعد. یعنی چی؟ یعنی به قول روانشناسان وجود یک هنرمند نامی در یک منطقه دلیل بر وجود چندین هنرمند دیگر است در اون منطقه ولو نامی نباشه. اینو میگن اصل محاکات. یه هنرمند، حالا هنر اینجا منظورم هنر معنی خاصش نیست، حالا من مثال دادم یه فیلسوف یا عارف یا مفسر، یه فیزیکدان، یه شیمیدان یا هر کسی، وقتی توی منطقه خیلی میدرخشه دلیل بر اینه که چند تا دیگه از اونها تو منطقه بودن ولی این از اونها سبقت گرفته. وگرنه اگر من وارد یه روستایی بشم که اصلا با سوادی در اون روستا نبوده، یه دفعه یک فیلسوف قوی یه چنانی در اونجا ببینم، خب برای من تعجب آوره. محیط عربستان ایجاب نمی‌کنه همچی کتابی بیاد، زمان پیغمبر اسلام ایجاب نمی‌کنه همچی کتابی ارائه بشه و انسان درس نخونده ایجاب نمی‌کنه همچی کتابی بیاره. و تازه اگر درس خوندن باشه نمیتونه ادعا کنه که هیچ کس نمیتونه مثلش برو در حد یک خط، چه از نظر محتوا چه از نظر اون وقت ریزکاریاشو ببینید. مثلا قرآن کتاب علم نیست که بگیم فیزیک رو چی گفته، شیمی رو چی گفته، زمین شناسی رو چی گفته، نه، اما به مناسبتی که میخواد یه اشارات توحیدی بکنه در این حال میخواد توجه هم بده که این از خالق علمه، لذا علم که برای اون معنا نداره. او معنا نداره یعنی چیزی نیست که هر علمی که من و شما داریم یه شعاعی از علمی است که در اثر اینکه خدا در این عالم قدرت به ما داده تونستیم پیدا کنیم. خدا که خالق علمه، خدا که علم مطلقه. حالا میخواد نشون بده، مثلا یه جا میاد آقا 1000 سال بعد از قرآن، 400 سال قبل، وقتی گالیله میگه زمین میگرده محکوم به اعدام نمیشه و نمیگن توبه کن، ولی 1000 سال قبل از او قرآن کریم میگه هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. ذلول با دالزار به شتری که وقتی راه میره سوارش رو اذیت نمیکنه. ما تو برای فارسی لغت نداریم معادلش. ما فارسی مثلا برای اسب میگیم اسب راهوار، اسب چموش. شتری که راه رفتنش یه جوریه که سوار اذیت میشه. شتری که یه جور راه میره که سواره خیلی آرامش داره، این میگن ذلول. اگر قرار بود زمین حرکتش مثل زلزله باشه، زمین حرکت میکنه ولی مثل زلزله، ما آرامش داشتیم، ما میتونستیم راحت رو کره زمین زندگی کنیم. یه چند لحظه میخواستیم توی مرکز با هم حرف بزنیم، کمربندا رو ببندید، حواستون رو جمع کنید، میخوایم شاید کلمه سخن بگیم، زندگی ممکن نبود.
400,000 سال قبل از گالیله کتاب یک انسان درس ناخونده امی در عقب افتاده ترین مکان دنیای اون روز مثل عربستان میاد میگه که هو الذی، اوست خدایی که جعل لکم، برای شما این گونه قرار داده است، جعل لکم الارض ذلولا، زمین را مثل شتری که نحوه حرکت میکند که حرکت شما را آسیب نرسونه. چی داره میگه؟ انصاف کجا رفته؟ بازم من بگم که این کتاب تراوش ذهن مثلا یه انسانه. یه انسان میتونه بگه این حرفا رو؟ یه درس ناخونده در اون شرایط. حالا از این عمیق‌تر، همزمان با گالیله 400 سال قبل که گالیله در مغرب زمین نمیتونه بگه زمین میگرده، ملا صدرا در ایران تو اسفار اربعه حرکت جوهری رو اثبات کرده. دوستانی که فلسفه خوندن یا میدونن حرکت جوهری خب مبتکرش ملا صدراست. وارد بحثش بخوام بشم خیلی زمان بره و شد نیازی هم نداره، اما منظورم در رابطه با قرآن چیه؟ حرکت جوهری رو فقط تو این اشاره بگم. الان ببینید این شی اینجاست، بنده بردارم، این میشه حرکت مکانی، یعنی این شی مکانش اینجا بود حالا شد اینجا، این حرکت کرد ولی خود شی تغییری نکرد. این همان است. مثلا اینجا رو من بگیرم آ، اینجا رو بگیرم ب، این آ از نقطه آ اومد به نقطه ب، میگن این همان است. آی این شیء نقطه ب، آی شیء نقطه آست، این همان است. مکانش عوض شد. حالا زمانش، این دیشب بود حالا امشب شد، زمانش تغییر کرد. یا اینو بسوزونم بشه مشت خاکستر یا بخار، کیفیتش یه تغییر کرد. ملا صدرا ثابت کرد جوهر داره تغییر میکنه، همونی که شما تو فیزیک کوانتوم امروز مطرح میکنید. قبل از فیزیک کوانتوم اتمیستا بودن دیگه. اتمیستا چی میگفتن؟ میگفتن اتم ها ثابته، جابجایی یا کم و زیاد شدن این اتم هاست که تغییر در عالم ایجاد میکنه. ولی الان این حرفو رد میکنن، میگن هیچی در عالم ماده ثابت نیست، همش یک پارچه حرکته. ملا صدرا 400 سال قبل اینو تو فلسفه‌اش اثبات کرده. نمیخوام وارد بحث فلسفیش بشم، ما تو رشته‌های تخصصی داریم، خیلی هم بحث عمیقیه. اما بعد از اینکه ملا صدرا مفصلی بحث فلسفی رو میکنه، میگه از یه آیه قرآن گرفتم. آیه‌ش هم میگم. ببینید چقدر دقیقه. اون مغز فلسفی ملا صدرا 1000 سال بعد از قرآن، همزمان با گالیله که نمیتونه بگه زمین میگرده، او داره اثبات میکنه که جوهر هم یه پارچه حرکت است، اصلا عالم ماده جز حرکت هیچی نیست و این وحدت اتصالیه است، نه وحدت شخصی، که اینو از آیه در آورده. میگه از یه آیه قرآن فهمیدم. کدوم آیه؟ و ترى الجبال تحسبها جامده. شما این کوه ها رو میبینید خیال میکنید سر جاش ایستاده، و هی تمر رو، نه اینا دارن راه میرن، عبور میکنن. اما ملا صدرا میگه بعدش دیدم و هی تمر رو مر السحاب، مثل راه رفتن ابر. میگه تو فکر رفتن آدمای متفکر. مر السحاب یعنی چی؟ خوب دقت کنید. شما الان این نوری که در لامپ میبینید، کارخونه ایجاد کرد اینجا باقیه یا آن به آن؟ نور قبلی میاد میره، نور بعدی میاد جاش، نور بعدی میره، نور بعدی میاد جاش، چون به شدت تداومداری واحد به نظر میاد. اینه از نظر فیزیک یا غیر از اینه؟ اینه دیگه. اینو در فلسفه میگن وحدت اتصالی، یعنی وحدتش وحدت واقعی نیست، وحدت در اثر اتصال. هر نفس نو میشود دنیا و ما، بیخبر از نو شدن اندر بقا. عمر همچون جوی نو میرسد، مستمری مینماید در جسد. مثل جوی آبی که رد شد یکی دیگه جاش اومد، رد شد یکی دیگه جاش اومد. شما نگاه میکنی میگه این همان نیست. از بس که تداوم دارد به همون میاد. مرساب یعنی این، یعنی حرکت جوهری. 1400 سال قبل مرسها یعنی تدرج و توالی که وحدت اتصالی درست کنه. این کجا توی دنیای قبل از ملا صدرا هیچ فیلسوفی هم نتونه حل بکنه.
یونان باستان نتونست حل بکنه، ابن سینا نتونست حل بکنه. خود ابن سینا وقتی به شاگردش بهمنیار میگه استاد شما جوهر را ثابت میدانید، ولی ما یه قاعده‌ای در فلسفه داریم که میگه که کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، هر ما بالعرضی باید به ما بالذات برگرده. اگه حرکت عرضی رو قبول داریم که باید حرکت ذاتی رو قبول داشته باشیم. میگه همه فلاسفین رو مطرح کردن، شبهه بقای موضوع نمیتونن حل کنن، یعنی وحدت اتصالی رو. لذا میگیم نه، ملا صدرا اینو حل کرد با این آیه. ولی 1400 سال قبل یک انسان درس ناخونده امی در سرزمینی مثل عربستان که فرهنگش ام بوده، و کتاب فلسفه نیست، کتاب فیزیک نیست، ولی به مناسبت که میخواد مطرح کنه میاد میگه و ترى الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. شما خیال کردی سر جاش ایستاده؟ این داره عبور میکنه، اما عبورش مثل عبور ابره. این ابر میره ابر دیگه جاش میاد، این ابر میره ابر دیگه جاش میاد. شما میبینید خیال میکنید این همان است، این همان نیست، این آن به آن داره هی نو میشه. اینا چیه که حالا اونقدر از اینا توی قرآن؟ یا مثلا فرض کنید آقا من چقدر وقت دارم آقا، امشب کمی دیر شروع کردیم، ادامه بدم آقا تا صبح که نیست وقتم. 20 دقیقه خیلی یه صلوات نگرد بفرمایید. ولی صلوات خسته بود، فکر کنم خسته شدید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شما ببینید اگر یه آدمه یک کمکی سیاستمدار، یک کمکی زرنگ، نه خیلی حالا سیاستمدار، یک کمکی سیاستمدار، یک کمکی زرنگ باشه، میاد یه جوری ادعا کنه که خودشو به خطر بندازه. بنده یه وقت میام مثلا تو جمع شما میگم من علم غیب دارم، شما میفرمایید دلیلش چیه؟ میگم 742 سال دیگه این اتفاق میفته. شما میخندید، میگه 742 سال دیگه. نه شما این همه، ما از کجا بفهمم راست میگی؟ یه ادعایی بکن که بتونه اثبات کنه. حالا اگر بیام بگم که 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، خب بالاخره 2 سال 3 سال بندم نباشم، بالاخره جمعیت که همه اینجوری نیست که نباشن که معلوم میشه راست میگم یا نه. پیغمبر وقتی که ادعای نبوت کردن در مکه و مدینه چقدر دشمن داشتن؟ یهودیای مکه و مدینه، مسیحیای مکه و مدینه، کفار مکه و مدینه، بت پرستان مکه و مدینه، منافقین در مدینه، همه منتظر بودن یک گزکی به قول ما ایرانی ها بگیرن. ها دیدی؟ پس معلومه. خب تو این شرایط پیغمبر اسلام 2 تا پیشگویی تو قرآن چندین داره، 2 تاشو اشاره میکنم. 2 تا پیشگویی تو قرآن. یک، وقتی که پیغمبر و یارانشون رو داشتن هجرت میکردن، از مکه میمدن بیرون، آیه نازل شد ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اونی که بر شما واجب کرده فرض علیک القرآن، این قرآن را، لرادک الی معاد، شما رو برمیگردونه، نگران نباشید. خب بالاخره شما رو برمیگردونه تا زمانی که شما زنده اید دیگه. خب اگر واقعا این خدایی نباشه کی این اطمینان رو داره؟ با اون شرایطی که پیغمبر از مکه خارج شد زمینه بازگشت فراهم بود، با این قاطعیت میگه نه ما برمیگردیم. میبینید یا حتی اون آیه شریفه در سوره فتح آیه 27 لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. شماها مکه میاد، حلقم میکنی، سرتون میترشید، تقصیر عمل حجم انجام میدی، همتون وارد مسجد الحرام میشید. این پیشگویی رو 1 در 1000 احتمال بدیم دروغ در بیاد. رسوا میشد پیغمبر یا نه؟ اگه بنا باشه، قول خدا نباشه. اما این به جای دیگه متصله. خدای عالم داره میگه، پیغمبرم با قاطعیت باید گفت ما برمیگردیم، نگرانم نباشید. یا در اول سوره روم 2 تا ابرقدرت بودن، یکی روم یکی ایران، اینا با هم دیگه درگیر بودن. در مرحله اول درگیری بین روم و ایران رومی‌ها شکست خوردن، مسلمان‌ها متأثر شدن. چرا؟ چون وقتی پیغمبر وارد مدینه شدن، نامه به سران کشورها دادن، نامه‌ای که به امپراتوری ایران داد، او جسارت کرد، نامه رو پاره کرد.
و میدونید خسرو پرویز توهین کرد، ولی قیصر روم احترام کرد، اسلام نیاورد، احترام کرد، هدیه فرستاد. وقتی که ایرانی‌ها بر رومیان غلبه کردن، مسلمان‌ها متأثر شدند، گفتن چون خسرو پرویز به پیغمبر جسارت هم کرده، حالا اگر اینا پیروز بشن ممکنه بر رومیان غلبه کنن، قدرتشون بیشتر بشه، بیان مثلا ما از پا در بیارن. این تأثیر برای مسلمان‌ها پیدا شد. آیات اولیه سوره روم نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. تا اونجا غلبت روم فی ادنی الارض و من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. بضع در زبان عربی بین 3 تا 9 رو میگن. بین 3 تا 9 سال مجدداً روم بر ایرانی‌ها غلبه میکنه. خب این قاطعیت رو که پیغمبر بیان میکنه، یعنی قرآن منظورم بیان میکنه، اگر احتمال میدادیم رومیا و ایرانیا هیچ کدومشون مسلمان نبودن، با هم تبانی کنن تا 10 سال نجنگن که در بضع سنین غلبا تازه حاصل نشه، آتش بس اعلام کنن، قرآن کوبیده میشد یا نه؟ تو دروغ در اومدی؟ مثلا پیغمبر دروغ در اومد، نعوذ بالله. چه اطمینانی است که میگه نه درگیری میشه، اونم تو بضع سنینه، چون این سر 7 سال شد، این درگیری ها هی بوده تا سر 7 سال روم بر ایران غلبه کرد. این که همه نوشتن، تو تاریخ روم اومده، تو تاریخ ایران اومده، همین رو قبول دارن. آیا یک انسان درس ناخوانده محیط اونچنانی تو هر بعدی از ابعاد وارد میشه؟ یه بعد دیگرش رو میگم. شما سوره بقره حجمش چقدره؟ 280 خورده آیه که بعضی آیاتش هم 4-5 خطه، خیلی خوب، طولانی ترین آیه است، 2 جزء خورده از 30 جزء قرآنه. اولش میگه الف لام میم. اومدن با کامپیوتر حسابم کردن، بیشترین حرفی که در کل این آیات به کار رفته الف است و لام است و میم. اول سوره صاد بیشترین حرف صاد به کار رفت. اول سوره قاف قاف بیشترین حرفی که تو سوره قاف به کار رفته قاف. از این مهمتر مضربی از عدد معینه، مضربی از عدد معینه 19. بسم الله الرحمن الرحیم تو خط عثمانی 19 حرفه، چون آغاز با بسم الله تمام الف ها و لام ها و میم ها در سوره مبارکه بقره مضربی از 19 است. خود بحثه، حالا من نمیخوام وارد اینا، نسبت به عظمت قرآن واقعا چیزی نیست، اما من از باب اشاره میخوام بعضی قسمت هاشو عرض کنم. ببینید دنیا و آخرت هر کدوم در قرآن 115 بار به کار رفت. کلمه دنیا با 115 بار، آخرت 115 بار با مشتقاتش. شیطان و ملائکه مقابل هم هر کدوم 68 بار. حیات با مشتقاتش، یحیی، احیا، هی. با موت مشتقاتش هر کدوم 145 بار. حالا اونم چرا 145؟ چرا 68؟ اینم راز دارم، حالا اگه وقت باشه. کلمه ساعه در قرآن 24 مرتبه، سماوات سبع 7 مرتبه، سجده و مشتقاتش 34 مرتبه. ما 17 رکعت نماز واجبه در شبان روز، تعداد سجده ها که حساب میکنیم، سجده و مشتقاتش 34 مرتبه. لفظ شیعه و مشتقاتش تو قرآن 12 مرتبه. فرقه در قرآن 72 مرتبه. آقا آخه به خدا من مثل که بدنم به لرزه داره میفته، انصاف کجاست؟ کی میتونه در عالم؟ کما این که شخصی به امیرالمؤمنین گفت قرآن اطرت، انشاءالله فردا شب دوتا رو با هم میخوایم بگیم. شخصی به امیرالمؤمنین گفت یا علی چقدر خدا بهت قدرت داده، میتونی یه خطبه‌ای ببخشید در محضر امیرالمؤمنین جوری کرد، چقدر خدا بهت قدرت داده. میگن که انسان نمیتونه، انقدر قدرت نداره چند تا جمله بگه که هیچ نقطه توش نباشه. حضرت بالبداهه یه خطبه خوند یه دونه نقطه توش نیست، این الان موجود. یه خطبه، آقا چرا ما انسان‌هایی رو که خدا مقامشون رو بالا برده میخوایم بیاریم پایین؟ آقا در وجود من و شما عقل خدا بالا برده یا نبرده؟
هر کی عقل به کوبه خیانت کرده یا نکرده؟ خدا عقل بالا برده. این چشم من قدرتی داره که کف دست من نداره. من میگم چشم برای من این خاصیت رو داره، میتونم ببینم، کف دست نداره. نه آقا اینم سیتوپلاسم پروتوپلاسمه، اینم سیتوپلاسم پروتوپلاسم هست. بابا جون این خدا بهش یه قدرتی داده، من باید براش ارزش قائل بشم. عقل یه قدرتی است خدا داده. این چه قدرتی است که خدا به ولی خودش میده؟ طبق بحثایی که دو شب اول امامتم داشتم، میخواد اشاره کنه یک خطبه بداهه میخونه، یه دونه نقطه توش نیست. دومی گفتن حرف الف از همه حرفا تعدادش بیشتره. حضرت فرمودن یه خطبه براتون میخونم میدونه الف توش نباشه. بداهه با خدا دادگان ستیزه نکن که خدا داده را خدا داده است. تو هر بابی اسم در قرآن 19 بار به کار رفته. بسم الله، خود بسم الله 19 حرفه. در خود قرآن کریم جالبه که 114 تا سوره داره. سوره توبه بسم الله نداره، ولی در سوره نمل یه بسم الله اضافه شده که 114 تا میشه 19 ضرب در 6، یعنی 6 بار این 19 تکرار بشه. و عجیب هم اینه که در سوره توبه که بسم الله نداره 19 سوره بعدش نمله که بسم الله تکرار شده، اونم تو 19 شده که این 19 هم کلمه هو الله تو ابجد میشه 19، یعنی قدرت خدا. کلمه 19 اشاره به هوه که کلمه از ابجد که قدرت الهی رو بیان میکنه. اون وقت این بسم الله اسم 19 بار، الله در قرآن 2698 بار که میشه 19 ضرب در 142. الرحمن 57 بار که 19 ضرب در 3. الرحیم 114 بار که 19 ضرب در 6. وقتی شما اینا رو نگاه در آیات قرآن، آخه چطور اینا یه گوشه‌های بسیار مثلا مختصری تا بشر یه مقداری جلو رفته. جمع‌بندی این بخش رو بکنم برم جلوتر چی میشه؟ میگیم که وقتی یک انسانی میاد کار خارق‌العاده میکند، اگر ادعای نبوت نکند و تحدی هم نداشته باشد، این پیغمبر نیست، ادعایی هم نداره، خودش هم میگه من زحمت کشیدم، یه چیزا یاد گرفتم، لذا مرتضی شاگردم قبول میکنن، بیایید به شما یاد بدیم. گاهی شاگرده از استادا جلو میافتن و خداوند بندگانی در این عالم دارد که بر اثر تقوا و قرب حضرت حق قدرتی دارند که اگر یک مدعی دروغین پیدا شود و بخواهد بر مبنای اون ریاضت و اون کار خارق‌العاده ادعای دروغی بکنه، اینا پا میشن بالاترشونشون میدن. اونا اینو میدونن، پس این مقوله جدا میشه. میایم تو مقوله ادعای نبوت، انسانی بلند میشه میگه من پیغمبرم، این حرف منم حرف من نیست، حرف خداست، معجزه است، میتونی مثلش بیار، میتونی یه غلط بگیر. خب ما میبینیم امی بوده، تو عربستان بوده، تو دوران جاهلیت بوده، 14 قرن هم گذشته، خیلی هم سعی کردن بتونن یه اشکالاتی وارد کنن، نتونستن. عظمتش هم هرچی جلوتر میریم بیشتر میشه. خب عقل به ما چی میگه؟ وجدان انسانی به ما چی میگه؟ پس شیعه اینو میگه قرآن کلام خداست، معجزه پیغمبر اسلامه. همونطوری که امام هم میگه منصوص من عند الله است، از طرف خدا قرار گرفته. حالا انشاءالله فردا شب جمع‌بندی این دوتا رو با هم دیگه، حالا این عقیده قرآن کتاب خداست، خدا کجا من کجا، پس من میتونم از قرآن استفاده کنم. بله، امام را خدا این قدرت بهش داده، من میتونم الگو قرار بدم. بله، حالا چجوری اون بحث فردا شبه که اجازه بدید من انشاءالله روش عرض کنم. مسیلمه کذاب، خب میدونید همون اواخر زمان پیغمبر بود، پاش شد ادعا کرد که من پیغمبرم. اونم یه عباراتی درست کرد توی مردم عرب، گفت پیغمبر آیه می آورد منم می آوردم. همون زمانی کسی قبول نکرد. چرا؟ یا مثلا داریم که سجاد، ابوالعلای معری، احمد ابن حسین کوفی،
احمد ابن عیسی، اینا رو تاریخ داره که اومدن با قرآن معارضه کنن، آیاتی هم به نظر خودشون ساختن آوردن، هر کی نگاه کردن خنده کردن رفتن. اسود قاسطی در اواخر عمر پیغمبر اومد یه چیزایی ساخت آورد، گفت اینه، دوران نبوتش 4 سال بیشتر طول نکشید. خب یه عده بالاخره دور بعضی جمع میشن، ولی به قدری آبرو بربود 4 سال نشد، همه گذاشتن که رفتن کنار. 1400 سال 1500 ساله. الانم صدای رسای قرآن به همه عالم میرسه. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله. این من دون الله یادتون باشه. وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. راست میگید، بیارید. هر کی هم میخواید به کمک بیارید غیر از خدا. و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا. اگرچه که نمیتونید که هرگز هم نخواهید توانست. و یکی دیگه از پیشگویی‌های قرآن که حالا اون ریزکاریاش وقت نیست که بخوایم بشکافیم، فقط اشاره میکنم، همین کوتاه‌ترین سوره قرآن که میتونید مثلش بیارید، سوره کوثر، یه پیشگویی کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. خب شانه پیغمبر دشمنش کی بود؟ همونی که اون جسارت رو کرد، پسر پیغمبر از دنیا رفت، گفت پیغمبر پسر نداره، دخترم که دیگه ارزشی نداره، و دل پیغمبر به درد اومد. سوره نازل شد انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر دادیم، فصل لربک وانحر، به شکرانه این کوثر نماز شکر بخوان، قربانی کن. ان شانئک هو الابتر. 2 تا پیش بینی، یکی تو کوثر که یک تفسیر کوثر، یک تفسیر نه همه، نسل فراوان تو، نسل تو باقی میمونه فراوان. پیشگویی دوم، دشمن تو دنبالش قطع میشه، ابتر اینی دنبالش قطع میشه. خب خود عرب ها میگن چیزی نگذشت که اون فرد نسلش به کلی منقطع شد. چقدر از سادات رو کشتن، چقدر از اهل بیت. یک کتاب مقاتل الطالبین ابوالفرج نوشته، نویسندش هم شیعه نیست، کتاب به این قطره، فقط شهدای از آل مقاتل الطالبین، شهدای آل ابی طالب تو دوران بنی امیه و بنی العباس، این قطره. ولی الان تو همین محفل ما الان چند تا سید داریم توی جمع ما، تو آقایون و خانم. بله دست هم باید کنید، نداره برای سادات همین صلوات بفرستید. چی شد؟ خب اینه تو قرآن، انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر دادیم. اون یکیش راجع به نسل، حالا بحثای دیگرش کربلا همینجوری که اشاره کردم فقط صحبت یه دشمنی ظاهری حکومتی نبود که یزید میخواست حکومت کنه، امام حسین میخواست یزید حکومت نکنه، ما اینا رو بکشیم حکومت به ما برسه. با این خط فکری مخالف بودن، با این نظام الهی مخالف بودن. لذا چون بقای این نظام فکری را در این افراد میدیدن، میگفتن اینا رو قلعقم کنیم، همه را از بین ببریم. لذا 6 ماه هم بهش مهلت ندادن. آخه با 6 ماهی که کسی جنگ نداره، با زن و بچه که کسی این برخورد نمیکنه. ولی با همه این برخوردها چی شد؟ واقعا بعد از قضیه کربلا امام حسین برنده شد یا یزید برنده شد. من یه روز عاشورا تو تهران اینو گفتم وقتی امام حسین علیه السلام و عمر صد، خب فامیلشون بودن، از قبیلهشون بود، فرمود عمر صد چی میکنی؟ تو که میدونی من کیم؟ گفت ملک ری. گفتم عمر صد سر بردار از دامنهای کوی شمران تا پایین حضرت عبدالعزیز ملک ری همه داد میزنن یا حسین. حسین برد یا عمر صد برد. حالا اون که ملک ریه، ما تو لاس وگاس هم بودیم سینه میزدن برای امام حسین، بنده بودم. دیگه کی برد؟ آقا حق را ممکنه یه افرادی یه مقداری سرعتشو کند کنن، سرعت گیر بشن،
ولی حق جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. خوشا به حال اونایی که حق رو میشناسن با حق همراه میشن. اما یه نظامی خدا داره، نظام الهی اینه که آدم تو بوتی امتحان قرار میده. تو این امتحانات و آزمایش ها اونایی که قوی تو مسیر حق میمونن بعد شیرینیشو بهشون میچیشونه، نه به این راحتی. دیگه فرصت نیست، من انشاءالله یه فرصتی بود فردا شب این دوتا رو جمعش و نتیجهشون عنوان آخرین جلسه خدمتتون عرض کنم. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و السلام علیکم و رحمت الله. چقدر وقت داریم برای سوال جواب؟ داریم. کاتولیک ها، مرمون های فرقه از مسیحی ها هستن، تو همین امریکا هم وجود داره و بین لس آنجلس و سندیاگو من اونجا کلیساشون رو رفتم دیدم و صحبت کردم، انجیلشون رو گرفتم. جای دیگه امریکا کجا هستن خیلی اینجا هستن ولی انجیلشون من از اون کلیسا گرفتم. توی انجیلشون نوشته گوشت و خوک حرامه، مشروبات الکلی حرامه، حجاب واجبه، مدرسه دخترها و پسرها باید جدا باشه. بسیاری از احکامشون مثل احکام ماست. بله. حالا دیگه بیشتر از این اجازه بدید. بله. این که فقط تشکر کردم. مطمئن نیستم که امشب وقت صحیح برای پرسش این سوال باشد، ولی سالهاست این سوال رو دارم که چرا مسلمان زاده حق غیر مسلمان شدن را ندارد، یا چرا مسلمان نمیتواند از دین برگردد مگر نه اینکه لا اکراه فی الدین. بالاخص در مورد چشم مرتد فطری رو میخوایم بیان کنیم. من به اندازه‌ای که وقت اجازه میده عرض میکنم ببینید اونی که اسلام گفته اونو ببینیم، بعد اشکالی که میخوایم بکنیم ببینیم در اونی که اسلام گفته واردی یا نه. لا اکراه فی الدین، بله آیه قرآن، قد تبین الرشد من الغی. شما نمیتونید مردم رو مجبور کنید دین رو قبول کنید، ولی باید بین رشد و غی تبیین صورت بگیره، حق معلوم بشه. اونی که طالب حق میپذیره، اونی که طالب حق نیست نمیپذیره. حالا میایم کسی که مسلمان زاده است، اگر واقعا براش روشن نشده که اسلام حقه، از اسلام برگشت و واقعا تصور کرد که دین دیگه حقه، اینو اسلام میگه بکشید. اینه که نگفته. کجا اینو گفته؟ حالا بعدش هم عرض میکنم. حتی اگر کسی که میداند اسلام حقه، برای او ثابت شده اسلام حقه، اما برای منفعتی، برای یک قصد سوی از اسلام برمیگرده، اسلام رو میگه خودی با خدای خوده، باز اینم نگفته. فقط این شرطه کسی از اسلام برمیگرده، نه به جهت این که نتونست بفهمه اسلام حقه، به جهت منافع دنیوی، بازیگری. بعدم میخواد حالا برگرده بیاد به اسلام. اسلام بگی شما بازی میکنی با حقیقت، راست میگی جرمت قتله. مثل اینجوری مثال عرض کنم، خوب دقت بفرمایید. اگر بنده خدای نکرده یه دزدی کردم، هیچ کس هم نمیدونه، منم نمیخوام هیچ که بفهمه، خب کسی با من کاری داره؟ نه دیگه. اما وجدانم ناراحته، حکم اسلام رو قبول دارم، میگم آقا من این کار رو کردم، میام اعلام میکنم، من نمیخوام این وزر و وبال به گردن من بمونه. میگه راست میگی جرمش اینه، باید بپذیری. اسلام داره اینو میگه، با بازیگری با دین. چون ببینید اصولاً بازیگری با فکر و اندیشه بدترین گناه رو در اسلام داره. امام صادق علیه السلام در کتاب اعمالی شیخ مفید نقل شده، فرمودن زمان یک پیغمبر از پیغمبران گذشته، نمیفرمان کدوم پیغمبر نمیدونم، زمان یکی از پیغمبران گذشته
یه آقای اومد ادعای نبوت کرد به دروغ، دارم پیرو خودش کرد. بعد از مدتی پشیمان شد، اومد به پیغمبر زمانش گفت که من توبه کردم، چیکار کنم؟ میرم به مریدامم میگم آقا من پیغمبر نیستم، میگن اشتباه میکنی، هستی، حواست نیست. اینا گوش نمیکنن، چیکار کنم؟ وحی بر پیغمبر زمان نازل شد که به این بنده بگو اگر اونقدر ناله بزنی که بند از بند جدا بشی توبتو نمیپذیرم مگر اینکه هر کی رو که گمراه کردی هدایت کنی و اگر در گمراهی مردن زنده کنی هدایتشون کنی. حق نداری بندگان منو گمراه کنی. اون ارتدادی که باعث گمراهی میشه اینا توضیح داده شده در جای خودش. از نظر شما قلوب چیست و شیعه غالی کیست؟ کسی که بگه ائمه خدان، این غالیه. خود ائمه فرمودن نزلونا عن الربوبیه و قولوا فینا ماشه، ما رو خدا نگید، نعوذ بالله. ولی خلیفت الله که هستن. این یادگاری هم تو این جلسه از بنده داشته باشید. خداوند وقتی خواست حضرت آدم ابوالبشر رو بیافرینه، مقام خلیفت اللهی که انسان میتونه پیدا کنه، فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه. ابلیس که طغیان کرد خدا را منکر بود؟ بله؟ نه. قیامت را منکر بود؟ چی را منکر بود؟ مقام خلیفت الله رو. خدا گفت چی؟ گفت انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین. یعنی کسی مقام خلیفت الله رو نپذیره خدا طردش میکنه. اینا خلیفت الله هم، خلفای الهیه. خلیفت الله رو هم یه شب توضیح دادم مقامش چیه. پس هر کسی بخواد ائمه رو از نعوذ بالله به خدایی بده قلوبه، اما این که اینا ولی الله هم، قرآن میگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون که قضیه انگشتر بخشی امیرالمومنین. خب اینو که خدا ولی معین کرده، ما بگیم ولی الهی هست، از طرف خدا سرپرست ما هست. و اون بحثی که دو شب قبلی کردم و فردا شب انشاءالله اگه زنده بودیم عرض میکنم. بحث عدم تحریف قرآن را ایراد میگیرن که در زمان عثمان قرآن‌های دیگر سوزانده شد و بعضاً برخی قرآن‌ها متفاوت در نقاط دیگر دنیا دیده شده است. در مقابل مسیحیان ادعا میکنن همین که کلیه ورژن‌های انجیل الان وجود دارن نقطه قوت آن است چون معبر. ببینید اولا این که میگن در زمان عثمان قرآن‌ها سوزانده شد، من تحقیق دقیقش که محققا کردن الان براتون عرض میکنم. این قرآن زمان پیغمبر که نازل میشد، کتاب وحی چند نفر بودن؟ 9 نفر مشهورن، تاریخ همه رو داره، هم شیعه نوشته هم سنی. شیعه و سنی به اتفاق میگن بالاترین فردی که کاتب وحی بود کی بود؟ امیرالمومنین. خود امیرالمومنین هم میفرمایند که من اگر در سفر بودم آیاتی بر پیغمبر نازل میشد بقیه کتاب نوشته بودن، من وقتی میومدم مدینه یا مکه پیغمبر میفرمودن علی جان تو هم بنویس. نسخه های مختلف قرآن نوشته شد. حتی شاهدی که زمان پیغمبر قرآن به همین صورت جمع‌آوری شده بوده یه نمونه میگم. ما در تاریخ شیعه و سنی متفق داریم تو روایاتمون که وقتی که پیغمبر معاذ رو به عنوان نماینده به یمن فرستاد، معاذ مدتی در یمن نماینده پیغمبر بود. زمان پیغمبر با یه عده یمنی‌های مسلمان اومدن مدینه دیدن پیغمبر از اون یمنی‌ها پرسیدن، این تو تمام کتب شیعه و سنی به اتفاق هست، پیغمبر از اون یمنی‌ها پرسیدن شما از معاذ راضی هستین از نماینده من؟ همه گفتن بله یا رسول الله، همه کارش خوبه، فقط نماز طول میده تو جماعت با خسته میشین. پیغمبر فرمودن معاذ سوره های طولانی اول قرآن رو نخوان، سوره های کوتاه آخر قرآن رو بخون. این یعنی چی؟ یعنی زمان پیغمبر قرآن همینجوری تنظیم شده بوده، سوره های طولانی اول بوده، کوتاه آخر. تنظیم هم زمان پیغمبر بوده. کتابای تاریخ قرآن که یک رشته ایست برای خودش، تا حد دکتران که دانشگاه رشته داره مفصل اینا رو بحث میکنن. فقط تنها چیزی که بود به قول امروزی‌ها جلد نشده بود. به قول امروزی‌ها پیغمبر چون اضافه میشد هی میفرمود مثلا این آیه رو تو اون سوره بذارید، این آیه رو تو این سوره بذارید، به این صورت. پیغمبر که از دنیا رفتن این نسخه ها پیش عده‌ای جمع بود. اول 2 سال خورده‌ای دوران خلافت ابوبکر بود، 2 سال خورده‌ای.
امیرالمومنین حتی این که بهش گفتن چرا نمیای تو جمع امام، یکی از دلایلی که حضرت فرمود من نمیام، فرمود من دارم قرآن دقیقاً چون دیگه نزول وحی تمام شد، مثلا دارم دیگه صحافی میکنم به قول من، دارم جلد میکنم، دارم دستبندیش میکنم تکمیل کنم. این 2 سال اوایل بود، درگیری بود، بعضی مسائل بود، گروه رده بودم، قرآن ها همینجور دست به دست میگشت، پیش افرادم بود، بقیه هم میخوندن. 10 سال زمان خلافت عمر شد بعد از عثمان. با ایران عمر جنگید، ایرانی ها سرمون شدن، با مصر جنگید، با سوریه و شامات اون زمان که عمر از دنیا رفت، عثمان اومد رو کار. اول رو کار اومدن عثمان، مسلمانای بلاد دیگه نامه دادن به مرکز قرآن برای ما بفرستید، ما مسلمانون قرآن میخوایم. گفتن خب بیاین قرآن تکثیر کنیم. این که میگن نسخه های دیگر رو سوزوندن، حالا عرض میکنم سوزوندن نبوده، الان عبارت رو براتون میخونم میگم چیه. گفتن همه نسخه ها رو جمع کنید. حتی عبدالله بن مسعود نسخه خودش رو به عثمان حاضر نشد بده که کتک هم خورد. گفت من نگه میدارم ولی از روش. هم خود امیرالمومنین شرکت کردن. صحبت قرآنه. قرآن با قرائت‌های مختلف نوشته شده بود. قرآن زبر بخوانم با 14 روایت که حافظ میگه، این قرائت‌های مختلف یعنی چی؟ من به فارسی مثال بزنم. این عبارت رو من صبح به نانوایی رفتم نان خریدم. اینو به لهجه یزدی بنویسیم، به لهجه رشتی بنویسیم، به لهجه تهرانی بنویسیم، به لهجه مازندرانی بنویسیم. نوشته اختلاف پیدا میکنه یا نه؟ ولی محتوا که یکیه. قرائت‌های مختلف یعنی خود امیرالمومنین فرمودن، عثمان هم این رو قبول کرد، بقیه کتابم گفتن قرآن فقط به لهجه حجاز باید پخش بشه، چون عربی مبین لهجه حجازه. اگر بقیه به اون لهجه نوشتن، نه این که بسودونید، پاکش کنید. عرض میکنم یخرقو خوب دقت بفرمایید، یه ح جیمی ر قاف یا یه خ ر قاف، در گذشته نقطه نمیذاشتن، بعدها اضافه شده. این یحرقو خونده شده که سوزوندن. یحرقو یعنی سوزوندن، یخرقو یعنی اینا نیست با مرکب روی چیزا پاک کردن، شستن، چون خط فارس احتیاج داشتن. گفت اون نسخه هایی رو که بر مبنای قرائت غیر حجاز بود، یخرقو نه یحرقو، پاکش کردن، شستشو دادن، بر مبنای نسخه حجاز تکثیر کردن. لذا الان همه نسخه های قرآن در بین مسلمان ها یه جوره. اینم که میگن یه نسخه هایی پیدا شده، اینم نقشه های دشمنان بیان کنه، به جهت این که خوب دقت کنید. خود این دلیل بر اینه که قرآن تحریف نشده به این معنا، چون قرآن اگه بنا بود تحریف بشه یا باید بر اون چیزی اضافه بشه یا کم. اگه اضافه بشه که کسی اضافه کرده که پس مثلش آورده، همه میگن این آیه مثل اونه پس قرآن کوبیده میشه. دوست میاره یا دشمن؟ اگه دشمن بیاره که باید بگه آوردن مثلش. اما کم شدن. ما 11 امام داریم مخصوصا برای ما شیعه ها، بعد از پیغمبر که در میان مردم بودن. وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم که به عنوان امام قائد، حالا بحث خاص خودشو داره، فردا شب تو بحث قرآن و امامتی اشاره خواهم کرد. ولی 11 امام تو میان مردم بودن. ما چقدر روایت از 11 امام داریم؟ چقدر انتقاد از امامان نسبت به حکام زمان و اعتراض نسبت به ظلمشون داریم؟ چرا نفرمودن قرآنی کم کردید؟ 250 سال هم از پیغمبر گذشته، حتی خودشون فرمودن قرآن همینه. یه جاهایی هم اومدن یه حرفایی، این هم شیعه گفتن هم سنی، الان اینا رو شما توجه دارن. مثلا یکی از مفسرین معروف اهل سنت سیوطیه، تفسیر داره به نام درالمنصور، معروفه فی المأثور، تفسیر قرآن با روایات. در ذیل همین آیه شریفه یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که ما میگیم آیه مال روز قدیر خمه، سیوطی در تفسیر درالمنصور ذیل این آیه میگه، ابن عباس میگه کنا نقرأ فی زمن رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته.
بعضیا خیال میکنن فی علیه جز آیه بوده افتاده. نه، قرآن چیزی کم نشده، زیاد نشده. بلغ ما انزله راجع به علی بوده، میگن ابن عباس میگه ما میخوندیم فوری هم میگفتیم. منتها این آورده نوشته، بعضیا خیال میکنن میخواد بگه یعنی این جز آیه بوده. نه، قرآن همینه. امام زمان هم که تش میارن قرآنی که میارن همینه، منتها شرحش، بسطش، توضیحش برای بحث دیگره. بحث تحدی قرآن رو فرمودید، ولی معیار و داور این تحدی مشخص نشده است. اشاره فرمودید که اهل فن میتوانند داوری کنند، ولی این داوری میتواند جانبدارانه و قابل اختلاف باشد. به عنوان مثال سوره های آخر قرآن کریم به راحتی قابل تولید هستند، زیرا معنای ظاهری آنها برای انسان‌های عادی چندان عمیق نیست. به عنوان مثال و تین و زیتون که در دو میوه. ببینید، اولا بعد عرض کردم که اهل فن میتونن نظر بدن، همون جوری که مثال راجع به غزل حافظ زدم. بعد گفتم ما چقدر غیر مسلمان عرب زبان داریم تو دنیا، همیشه بوده، امروزش هم هست. من اسم بردم مثل گل‌السلامه که یک شاعر ادیب قوی، یالا این که تو ذهن من بود من گفتم. ما چقدر عرب زبان غیر مسلمان داریم، چقدر مستشرق داریم که مسلمان نیستن رو عربی کار کردن و قوی هم هستن. خب بالاخره اینا هم که دیگه نمیان جانبداری بکنن که. من که نگفتم حتما مسلمان ها قضاوت کنن، من گفتم کسانی که قدرت قضاوت دارن از صدر اسلام منافقین بودن، دشمنان بودن، کفار بودن، الان هم عرب زبانهای غیر مسلمان هستن که میتونن این کارو بکنن. اما حالا میفرمایید سوره های آخر قرآن ساده است، خب بیارن دیگه. چرا سوره کوثر هم آخر قرآن تو سوره های کوتاه چرا نمیتونن بیارن؟ نه، تازه خود والتین و زیتون اگر تا آخرش بخوایم بریم و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه، یک دنیا معانی تو اینا نقطه شده که وقت امشب اجازه نداد اون بحثی که دیشب عرض کردم، چرا باب گفته، چرا فا گفته، چرا اینجوری ثم میاد، چرا اینقدر این ریزکاری‌ها در اونایی که حرفا رو میدونن جرئت نمیکنن که حرفی بزنن. سوره تبت یدا چند سال قبل از ولادت پیغمبره، این در مکه نازل شده، پیغمبر در مدینه سالها بعد از دنیا رفت. یکی از آقایون گفته قرآن تراوشات مغزی پیغمبر است، از این جهت که ایشون درک کرده و بعد نه. خب من توضیح دادم، خود قرآن میگه کلام خداست. امشب هم آیه خوندم، اگر کسی بگه این قول پیغمبره، این ایمان به قرآن نیاورده و اگر میگید مثلش بیارید، که استدلالش هم مطرح کردم. جدیداً ادعا میکنن که قرآن کاربر جدیدی در امور زندگی ندارد، عقل و اخلاق کافی است. بعضاً برخی از آیات را نیز تعبیر میکنن با علم روز یکسان شود. ببینید تعبیر، اولی آخرش اشاره بکنم، ایشان هم راجع به تعبیر عرض کردم، تعبیر با ملاک درسته، اما تعبیر، من یادم گروه فرقان رو شنیدین که اواخر زمان شاه تو ایران پیدا شدن، یه انحرافات فکری داشتن که بعد از انقلاب هم که آقای مطهری رو اینا شهید کردن. اینا من دانشجو بودم، یادمه می اومدن یه جزواتی به نام قرآن تو دانشگاه تهران پخش میکردن. من بعضی جزواتشو دارم. مثلا میگن که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. میگفتن ایمان به غیب یعنی مبارزات چریکی زیرزمینی و شهود یعنی مسلحانه. من خودم شخصا با دانشجو بودیم، با اینا بحث می‌کردیم، میگفتیم دلیل این که ایمان به غیب یعنی مبارزات چریکی مسلحانه چیه؟ میگفتن ما میگیم. گفتم خب منم یه چیزی دیگه میگم. این که معنا نمیشه. میشه تفسیر به رأی. هم تفسیر باید ملاک داشته باشه، هم ترجمه باید ملاک داشته باشه، هم تعبیر. حتی ترجمه قرآن، بنده زبان عربی رو بلد نیستم، قرآن رو دارم ترجمه میکنم، معلوم نیست که این معناش این باشه که. لذا اگر ما بگیم تعبیر را یه جوری میکنم که با علم روز یکسان در بیاد، نه این غلطه. ما باید ببینیم این تعبیر بردار هست یا نیست. اما این که قرآن در امور زندگی ما کاربری نداره، این بحث قبل شب منه که عرض میکنم. اگر این کتاب خدایی است، اجمالاً عرض میکنم، خدا بهتر میفهمه ما نیازمندیامون چجوریه. و اون بحثی که پریشبم گفتم، حتی
ژان ژاک روسو در کتاب قراردادهای اجتماعی میگه برای وضع بهترین قوانینی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است. کدوم یک از ما افراد بشر میتونیم ادعا کنیم عقلمون در حدی است که اشتباه نمی‌کنیم؟ چقدر اتفاق افتاده ماها امروز یه مطلبی رو بر مبنای عقلمون تایید کردیم، 4 سال دیگه گفتیم عجب این نکتهشو ندیده بودیم، این نکتهشو ندیده بودیم و خدا پیغمبر فرستاده که این مشکل ما رو حل کنه، بعد اون کاربری نداشته باشه، فقط عقل شخصی من کاربری داشته باشه. تازه عقل اگر بخواد بیاد این تاییدات رو از وحی بگیره و من چشم دارم این نور میاد کمک میکنه ببینم، اگر نور نباشه چشم من این نوشته رو نمیبینه. وحی با عقل این رابطه رو برقرار میکنه که حالا انشاءالله. اما اگر بگیم عقل و اخلاق کافی است، الان تو یک نمونه وحی بذاریم کنار. عقل، بنده رشتم فلسفه است، من دکترام فلسفه است، علاقه من به فلسفه است، کارم هم کردم. شما چند تا فیلسوف پیدا میکنید تو عالم که هیچ گونه اختلاف با هم نداشته باشه؟ میشه؟ مگه میشه؟ بشر یعنی تازه خود بنده، من که بچه‌ام توی این کاروان هر سال میایم یه مقداری مطالعاتمون بیشتر میشه نسبت به سال قبل، یه چیزایی دیگه مطرحه که ما اصلا از اینا چقدر دور بودیم. این که بحث عقله، بحث اخلاق. الان تو دنیا سعادت چیست؟ چقدر اشتراک وجود داره؟ خب بحث اخلاقیه دیگه. سعادت چیست؟ علم، معرفت، ثروت، برخورد اومانیستیه، برخورد نهلیستیه، هزاران هر کدومشو بگیرم آخه چقدر تغییر میکنه. شما ممکنه توی یه منطقه اینو اخلاقی بدونید، توی منطقه دیگه اون اخلاقی بدونید، اون منطقه بعد بگه حق با این منطقه است، این منطقه باید معیار ارزشی باشه که عقل نتونه رد کنه و اونو وحی میاد بهش توضیح میده. لذا نمیتونیم اینجوری نگاه کنیم. آیا در زمان غیبت امام ارز باید از مجتهد زمان خود تقلید کنیم یا خودمون میتوانیم قرآن رو بخوانیم و دیگر احتیاج مجتهد نداریم؟ نمیدونم اینجا من عرض کردم یا نه. شیعه یک امتیازی داره که میگه اولا اجتهاد باید همیشه برقرار باشه. یعنی اینجوری نمیگه، شما میدونید در دنیای اهل سنت 4 مجتهد، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، پیروان پیشوایانشون اجتهاد کردن، میگن بقیه حق اجتهاد دیگه ندارن، شما باید مقلد اونا باشی. شیعه میگه نه، مجتهد باید زنده باشه، حتی باید موجود باشه. اما حالا مجتهد باشه تو عقاید که نمیتونی تقلید بکنی، توی احکام هم به این معنی اگر بنده پزشکی بلد نباشم شما پزشک باشین، من به شما بگم بگید چی کار کنم، این تقلید هست یا نیست؟ بله؟ خب این تقلید من از پزشکه. حالا شما یه پزشک از اون مهندس بگید که به من بگید من این ساختمون رو چجوری بسازم، این میشه تقلید. میگه من خودم قرآن رو بلد نیستم، روایات رو بلد نیستم، سیره معصومین رو کار نکردم، قدرت استنباط احکام شرعی ندارم، خب کسی که کار کرده باید از او تبعیت کنم. این بحث عقلیه. امام صادق فرمودن اگر شما خودتون مجتهد شدی تقلید بر شما حرامه. این روایت امام صادقه، ولی مجتهد باشی، نه اینکه من حتی قرآن رو فقط با ترجمهش دارم میخونم، چه بسا بعضی از این ترجمه ها حتی ممکنه غلط هم باشه. بعد این روایت بحثش چیه، اون روایت مثلا یه وقتی نمیدونم اینجا بود گفتم یا میشیگان بود، ما دانشجو بودیم دوره لیسانس، کمونیستای تبلیغات عجیبی میکردن، اون زمان کمونیستا هم فعال بودن، گفتن که آقا این روایت امام صادق شما قدم از امام صادق میزنید، گفته دنیا رو زمین رو شاخ گاو بنده. آقا علم الان ثابت کرده مسخره ها چیه؟ ما رفتیم گشتیم این حدیث رو پیدا کنیم. خب کامپیوتر هم نبود اون زمان، به این راحتی نبود دیگه. چقدر به کمک دوستان و اساتیدمون نیرو صرف کردیم، حدیث پیدا شد، دیدیم بله راسته. ولی اینجوریه، شخصی در مدینه اومده خدمت امام صادق علیه السلام، میگه آقای گاو دارم بفروشم یا نگه دارم؟ حضرت فرمودن گاوت نری اومده است؟ گفت نه. فرمود زمین کشاورزی هم داری؟ گفت بله. فرمود زمین که رو شاخ گاو بنده. یعنی چی؟ یعنی زمینت میخوای کشاورزی کنی گاو نداشته باشی چی کار میکنی؟ یه تیکه حدیث رو گرفتن. حالا کسی که حدیث قبلش رو نبینه، بعدش رو نبینه، ناسخش رو نبینه، منسوخش رو نبینه، عامش رو ندونه، خواستش چجوری میخواد اجتهاد کنه؟ اگر مجتهده بله. آیا شما اعتقاد دارید امام حسین باید شهید میشد و البته به همون شکل و در همان مکان
ببینید خود امام حسین اینو فرموده. من چیکارم؟ وقتی که از مکه داشتن به سوی کربلا حرکت میکردن، همه اومدن که آقا نرید، مردم کوفه وفا ندارن. فرمود میدونم، ولی ان الله شان یراک قتیلا. این ان الله شان یراک قتیلا یعنی خدا دوست نداره امام حسین زنده باشه. خدا میدونه الان اسلام در وضعی قرار گرفته جز با شهادت امام حسین حقیقت اسلام رو نمیشه. امام حسین میگه منم حاضرم. لذا مفصل تو تاریخ اینا مطرح شده، تو کتب اهل سنت هم اومده. ام سلمه همسر پیغمبره، پیغام کرد برای امام حسین نرید. امام حسین فرمود یادتونه پیغمبر جد من مدینه به شما چی گفت؟ اینا همه توی کتابای ما هست. بله. اثر سر انگشت که توسط آلمانیا برای اولین بار اختراع شد از قرآن است. میگویند بله اون سوره یاسین که میگه و نصوی بنانه، که این هم یه اشاره علمی بین. آیا این ادعا که بعضی از شیعه‌ها معتقدند بعضی از آیات قرآن جابجا یا حذف شده درست است؟ آیا این قرآن موجود با مصحف امام علی؟ مصحف امام علی که عرض کردم نه. جابجایی آیات، ببینید این اختلاف نظر وجود داره به این معنی. مثلا بعضیا میگن زمانی که عثمان خواست قرآن تکثیر کنه، مثلا این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیه 33 سوره احزاب، قبلش راجع به همسرانه، بعدش هم راجع به همسرانه. این یه دفعه این وسط قرار گرفته. بعضیا میگن آوردن اینجا قرار دادن که مردم بگن اینم راجع به همسرانه، که البته همه بزرگان میگن نه این حرف غلطه. مثلا خود پیغمبر فرمود این آیه رو اونجا، این راهی بود که قرآن تحریف نشه، حفظ بشه. چون اگر منظور همسران باشه، همه جا آیات قبل و بعد که راجع به همسران صحبت میکنه ضمیر جمع مؤنث میاره، اینجا دفعه ضمیر مذکر میشه. انما یرید الله لیذهب عنکم، نفرموده عنکم نه، و یطهرکم که بحث قرآنی داره. نه، این رو عقیده درستی نیست. چرا در دعای کمیل و برخی دعاهای دیگران از معصومین زبان دعا هم زبان عارفانه از تعمیر است، همگاه زبان فرد عادی و حتی کسی که خوب جهنم رو دارد به گناهکار است؟ اونی که من از سوال فهمیدم، اگر نفهمیدم بعد به من بفرمایید. ببینید اونها دعا که میکنن دو تا بحثه، یه دعا مال خودشونه بین خودشون و خدا، یکی هم دارن به ما یاد میدن، ما هم باید از اونها یاد بگیریم چون الگو هم. لذا میگن خب بله در پیشگاه خدا بگید کم من قبیح سترته، کل جرم اجرمتو کل ذنب اذنبتو. این یک در مقام تعلیمه. یکیش هم در رابطه با اونا اگه میگن میخوان تواضع در مقابل پروردگار رو نشون بدن که اون برو نگاه کنیم همش عظمته، این برو نگاه کنیم نسبت به اون عظمت حسنات الابرار سیئات المقربین. دیشب در مورد رویای صادقه میتوانید کتابی معرفی کنید که چگونه میتوان به صفای روح رسید تا رویای صادقه. بله صفای روح کتابای اخلاقی. شما که مثلا دعای مکارم الاخلاق از امام سجاد علیه السلام همش اخلاقه و این ترجمه و شرح به فارسی هم شده، 3 جلد چاپ شده شرح دعای مکارم الاخلاق به وسیله مرحوم‌های فلسفی. این خیلی اخلاقی جالب، اینو بخونید. حالا اگر کسی حوصله‌اش بگیره یه مقدار کتابای قدیمی‌تر که ادبیاتشون خیلی امروزه نیست، معراج السعاده. معراج السعاده کتاب اخلاقی خیلی خوبی است. از نظر قرآن آرامش زندگی انسان از کجا میآید؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. این قرآن. الا بذکر الله تطمئن القلوب. این آیه‌اش. ولی تفسیرش و تحلیلش 10 جلسه میخواد. چطور با ذکر خدا دل آرام میگیره؟ آیا انسان در رنج است طبق این منظور رنجی که یعنی خدا ما را آفریده فقط رنج بکشیم؟ نه، یعنی رنج تکامل را تحمل کردن. شما بخواید عالم بشی نابرد رنج یعنی میسر نمیشه. به این معنی بله خدا انسان آفریده که تحمل مشکلات داشته باشه تا بتونه به جایی برسه. از کجا بداند که باید قانع راضی باشد؟ خب اگر ببینه کاراش طبقی که خدا میخواد انجام داده راضیه. چرا حضرت زینب وقتی ابن زیاد گفت خدا با شما چه کرده گفت والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا جز زیبایی ندیدم. چرا؟ چون وظیفه‌مون انجام دادیم، ما بنا بود تکلیفمون انجام بدیم، انجام دادیم. حالا ولی سر برادرم بالای نیزه رفته
من وظیفه‌ام بوده باید انجام میدادم. اونی که وظیفه ماست انجام بدیم انشالله راضی است. آیا روح ابعاد چندگانه دارد که مثلا میتواند همزمان در خواب خود به مکانی، بهتره بفرمایید نفس. بله، نفس یک حقیقت الهی است در وجود ما. گفتم روح متعلق به بدن میشه نفس. از اون جهت که احساس محسوسات میکنه بهش میگن حس، از اون جهت که ادراک معقولات میکنه بهش میگن عقل، از اون جهت که شهود حقایق میکنه بهش میگن دل. و چون این چند جانبگی یعنی احاطه، عالم ماده محدودیت داره. من الان این ور رو نگاه کنم دیگه این ور رو نمیتونم ببینم چون چشمم به این سمته، ولی برای نفس دیگه این محدودیت نیست، چشم دل همه جا رو میتونه ببینه. آیا قرآن در زمان فعلی هم معجزه بود؟ مثلا بحث امشب من همین بود دیگه. الان هم تحدی کرده، الان هم میگه میتونید مثلش بیارید دیگه. بله، خیلی کتاب‌های مرجع علوم متفاوت هستن که از لحاظ منطق ریاضی در درک اونها عادی نه، درک اونها عادی نیست، قبول دارم، ولی یه نفر ریاضی بخونه حتی میتونه انتقادم بکنه، میتونه اشکالم بگیره، میتونه بهتر از اون هم بیاره، ولی در اندازه کل کتاب نتونه، ولی یه مقدار که میتونه. اما یه انسان درس ناخونده اون دوران کتابی بیاورد بگه نسبت به این حجم شما در حد یه سوره کوتاه کوثرش هم نمیتونید بیارید، الان هم همین میشه معجزه. چگونه میتوان با عقل غیر متخصص در علم دین و کلام در قرآن، عرض کردم که نه دیگه باید یه مقداری زمینه‌شو داشته باشیم. ما اگر میخوایم رو قرآن کار کنیم باید یه مقدار کار کنیم، یا اونایی که کار کردن نوشته هاشون رو بخونیم، زمینه رو فراهم کنیم. شما میتونید پزشکی رو بدون کلاس و استاد خودتون کتاب بردارید بخونید بعد نسخه بدید، و اینکه نمیشه که باید بالاخره کار کرد روش نظر داد. مالک یوم الدین یعنی چه؟ مگر خداوند مالک دیگر ایام و اوالم نیست؟ این تأکیده، نمیگه. اینو در ادبیات میگن اثبات شی نفی معدا نمیکنن. شما اگر گفتید من سیب دوست دارم، دلیل بر این نیست که گلابی دوست ندارید، دارید انگشت رو یکی میذارید. مگر اینکه بگید من غیر از سیب را دوست ندارم، این انگشت رو یکی گذاشتید. اگر شما بگید فقط مالک یوم الدین است، بله، اما میگه چون یوم الدین روز قیامته، میگه اونجا فکر نکنید میشه پارت بازی کرده کلا سر اونجا. خدا چنان تو عالم شما را آزاد گذاشته، ولی اونجا مالکیتش دست خودشه. در مورد ضرورت وجود امام به عنوان عقل کل و تبیین کننده قوانین بعد از پیامبر صحبت فرمودید. آیا این ضرورت فقط تا چند صد سال؟ این شب اول سوال کردن، من توضیح دادم، عرض کردم ضرورت برای همیشه هست. انما انت منذر و لکل قوم هاد، همه مردم هادی احتیاج دارن. امام زمان هم خدا برای همین قرار داده، ولی 250 سال 11 امام اومدن عملا در میان مردم اون چه که وظیفه امام در شناساندن دین بود، 11 امام بعد از پیغمبر به عنوان امامت انجام دادن. ولو هر 11 تا شهید شدن، ولو زندان رفتن، ولو مثل امام رضا تبعید شدن، ولی قبول کردن، اتمام حجت کردن. حالا مرحله آمادگی مردم برای پذیرش امام جهت اجراه، که اینو انشاءالله فردا شب هم باز تو بحث به مناسبتی خواهم آورد. و لذا امام قرار داده شده، کوتاهی از ماست. خدا امام هم قرار داده. کسانی هم که صادقانه بخوان از امام استفاده بکنن، مثل آفتاب زیر ابر استفاده میبرن. نظریه اعجاز قرآن توضیح داده و نظر خودتون را. بله، صرفه یه بابیست در معجزه، درستم هست، متکلمین هم مطرح کردن به این معنی. من یه توضیح مختصری عرض میکنم باب صرفه در معجزه. ببینید، اگر بنده یک خبری رو، ما به عنوان انسان عادی تازه با عقل و عدالت، اگر بنده یک خبر بسیار مهم حیاتی رو به ایشون عرض میکنم، عذر میخوام این مثال میزنم جسارت به شما نشه، ایشون قراره بیان تو جمع شما بگن و من وقتی این خبر رو به ایشون میگم، ایشون میخوان در جمع شما بگن، خیلی عذر میخوام، میدانم که ایشون یه چیزایی رو کم و زیاد میکنن، ایشون میگم. یا اگر یه قدرتی به ایشون دادم، مثلا امضای من، مهر من، دستخط من، که ایشون بیاد، ولی وقتی میفهمم که دارن کم و زیاد میکنن، باید یکی دیگر رو وادار کنم بیاد که اونو خنثی کنه، منصرف بشم. صرفه اینه، اگر خدا کسی که ادعای نبوت میکند میگه کار من معجزه است،
اگر واقعا یک کار خارق العاده هم باشه که کسی در اون زمان وجود نداشته باشه بتونه خنثی کنه، برای اینکه با پیغمبر حق اشتباه نشه خدا قدرت او رو از اون منصرف میکنه، این خداییشو نشون میده، چون عادله، چون حکیمه. اینو میگن باب صرفه، اینو در علم کلام مطرح میکنن. به همین جهت هم اونایی که کارهای خارق العاده میکنن میدونن که اگر بخوان یه همچین کاری بکنن آبروشون میره، لذا هیچ وقت ادعای نبوت نکردن. این خوب نمیتونم بخونم. نیروها را بسیج کنیم، قرآن معجزه است. ادعای تحدی قرآن از طرف خدا هم میگوید تقبل نیست. خب این که این عرایز بنده بود، من نفهمیدم. چرا ما انسان ها به اختیار خود به دنیا نیومدیم؟ ببینید اختیار فقط در افعاله، اختیار در خلقت نیست. نه، تنها اصلا بحث جبر و اختیار دایره‌ش رو معلوم کنید تو افعاله. حالا که ما آفریده شدیم تو کارامون اختیار داریم یا نه؟ بله. با قول مولوی که گویی کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است. ایسان رو برم به خستگیتون بگم. مولوی میگه که یکی بر رفت بالای درخت میفشوند و میوه را دزدانه سخت. صاحب باغ آمد و گفت ای دنی از خدا شرمت بگو چه میکنی؟ او که از باغ خدا بنده خدا میخورد خرما که حق کردش عطا. پس ببس آن دم او را بر درخت میبزد بر پشت پهلو چوب سخت. گفت آخر از خدا شرمی بدار میکشیم بیگناه را زارزار. گفت که از چوب خدا این بندهش میزند بر پشت دیگر بندهش. گفت توبه کردم از جبر ایار اختیار است اختیار است اختیار. حالا بحث مفصل. اختیار فقط در افعاله، نه خلقت اختیاری نیست. این یک لطفی است که خدا در حق ما کرده و به ما موجودیت داده. حالا من در قالب مزاح بگم اگر خدا ما رو سوسک می‌آفرید ما چه حقی داشتیم؟ هیچ. ولی خدا لطف کرده ما رو آدم آفریده. ولی گفته با اختیار خودت میتونی آدم بشی، با اختیار خودت هم میتونی اولئک کل انعام بل هم اضل بشی. بیا اختیار استفاده کن، آدم شو. دی شیخ با چراغ همی گرد شهر گشت که از دیو و دک ملولم و انسانم آرزوست. حالا یافت میشه او اینجوری گفت یافت می نشود گشته ایم ما. گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست. چرا بین انسان ها فرق گذاشته؟ یکی زشت، یکی خوشگل، یکی سپید، یکی سیاه، یکی سالم، یکی ناسالم. بله، اولا زشتی و زیبایی و اینها مربوط به خوی انسانه. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست. ای برادر سیرت زیبا بیار. تو کلاس اخلاق هم گفتم شیخ بهایی میگه زیباروی بد اخلاقی را دیدم، گفتم چه خانه قشنگی که صاحب خانه بدی دارد. حقیقت انسان جانشه، زیبایی جان دست خود ماست. این یکی. اما خدا یه قانون گذاشته در عالم، قانون علیت. اسم قانون علیت رو هم در قرآن میگه سنت الله ولن تجد لسنته تبدیلا. طبق این نظام خب بالاخره یه سری خصوصیات تغذیه، یه سری خصوصیات محیط، آب و هوا، رژنه ها و اینا اثر میذاره. خدا هم نمیخواد این قانون رو به هم بزنه. مثلا اگر الان این درخت اینجا قرار گرفته، سنت الهی اینه که من آب به این درخت بدم رشد میکنه، ندم خشک میشه. حالا آب ندم درخت خشک میشه. شما بگید که این درخت چه گناهی کرده؟ هیچی. نظام عالم اینه و باید طبق نظام عالم ما حرکت کنیم. لذا اگر یک مادری در دوران بارداری آنتیبیوتیک بخوره، زمین بخوره، تغذیه سالم نشه، خب بچه‌ش رشد سالم نمیکنه، ناسالم به دنیا میاد. اینی که نباید به حساب خدا گذاشته. نسل پیامبر از حضرت زهرا اتهام پیدا کرد. چرا سیدها فقط از پدر تعیین میشود اگر به اسم فاعل است؟ بله، مرحوم سید مرتضی 1000 سال قبل اینو مطرح کرده، گفته اونایی که منم مادرم سیده، اونایی که مادرشون هم سیده سید حساب میشن. این قرارداده. وگرنه ما همون اونی که مادرشون سیده بچهای از زهرا دیگه، محرم حضرت زهراییم، لذا اولاد حساب میشین، فرقی نمیکنه. حالا اگه مادرتون سیده نگران نباشید، ولی سهم سادات بهتون نمیده. این البته نظر همه نیست، از باب مزاح گفتم. راجع به بحث حجاب بیشتر توضیح بدهید. اگر فرصتی باشه، خانم من دقیقاً روی این زمینه و حقوق زن در قرآن کار کردن، بخواید با ایشون هم یه وقتی بذارید آیات مربوطش رو بگه. من نمیدونم دیگه امشب فرصت هست یا نه. هم تو سوره احزاب داریم، هم در سوره نور تصریح کرده قرآن کریم که زنان مؤمن و مؤمنات باید جلباب
و خمر رو داشته باشن. جلباب تو زبان عربی چیزیست که رو سر میندازن میاد، حتی میگه که قسمت سینه رو هم میپوشونه، شبیه مقنعه و روسری که ما داریم. خمر که ما تو روسری سر یه قرآن. حالا اگر خانم علی ظاهر باید خانم‌ها سوال کرده باشن، اگر با خانم نشستید بحث کردید اینا، اگر خواستید چشم به من فردا شب وقت بدید، من آیاتشو براتون بحث کنم، توضیح بدم. دیگه امشب فکر میکنم که ما رو بیرون کنن از اینجا. تشکر بود، سوال نبود. ممکنه بفرمایید چیه نمیدونم. من یکی فقط خوندم تشکر بود فقط. کدوم؟ عرض کردم که من اینو، آیا شما اعتقاد دارید که امام حسین باید شهید میشد؟ توضیح دادم. گفتم ان الله اشتری یراک قتیلا رو خود امام حسین فرموده. این همین سوال بود که من جواب دادم. گفتم خود امام حسین فرمود که الان جز با شهادت من اسلام آبرجا نمیشه. نه یعنی خدا دوست داره امام حسین زنده نباشه، نه، خدا میگه الان دین من در شرایطی قرار گرفته که اگه امام حسین این شهادت رو نپذیره حقیقت دین برملا نمیشه. امام حسین میگه باشه من آمادم برای این شهادت. و لذا حتی تو راه هم که می اومدن، داستان ام سلمه رو گفتم، داستان افراد توی این جواب این سوال بود، حتی تو راه می اومدن چند بار بیشون گفتن برید مثلا یمن، مردم یمن شما رو دوست دارن، برید سمت ایران، مردم ایران شما رو پناه میدن. امام حسین فرمودن هر جا برم، حتی این معروفه، تو سوراخ موشم برم منو میکشن بیرون، اینا نمیذارن من زنده بمونم. حالا که من از کشته بشم باید جوری کشته بشم که به نفع دین باشه. بله، تعیین شده منظور در علم خدا، در علم خدا تعیین شده من و شما چیکار میکنیم، اما این جبر نیست. ببینید حالا اشاره بکنم دیگه سو تموم میکنم، تنبیه نکنم. ببینید میگم خیام گفته که من می خورم و هر که چون من اهل بود، می خوردن من به نزد او سهل بود، می خوردن من حق ز ازل میدانست گر می نخورم علم خدا جهل بود. این اشکال رو میخوام بکنم. خدا میدونستی شهید میشه، پس غیر از این هم نمیشه، پس یزید چه گناهی کرده؟ خواجه نصیر با یه بیت جواب خیام رو داده، میگه که علم ازلی سبب عصیان کردن در نزد عقلا ز غایت جهل بود. میگه علم الهی سبب نیست، آگاهی است. اگر شما بدانید من فردا شب میام اینجا صحبت میکنم چون شما میدونید من میام، یا من به اراده خودم باید بیام ولی برای شما معلوم میشه. و خدا که دیگه زمان نداره علمش، برای خدا معلومه که امام حسین حاضره که در راه خدا خودش رو به شهادت بده. الان مثلا خدا میخواد ماها نماز بخونیم یا نمیخواد؟ بله میخواد. پس حالا من نماز میخونم جبریه؟ خدا میخواد امام حسین در راه او شهید بشه، مثل که خدا میخواد ما نماز بخونیم. بله بله جواب. اولا یزید امیرالمومنین زمان نبود، قاصب مقام امیرالمومنینی بود. این یکی. ثانیا این بحث غزالی در کیمیای سعادت مطرح کرده. غزالی میگه یزید رو لعن نکنید چون ممکنه توبه کرده باشه. خواجه نصیر میگه اگر خدا توبه یزید با اون گناهان رو بخواد بپذیره، دیگه منی که او لعن میکنم یه گناه من که از او بیشتر نیست، پس منم بیشتر میپذیره. بعدم یه دست میندازه امیرعلی شیر نوایی، میگه داستان پسر هنده مادر ابوسفیان، ببخشید مادر معاویه است، زن ابوسفیان. میگه داستان پسر هند مگر نشنیدی که از او و 3 کس او به پیامبر چه رسید؟ پدر او لب و دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عم پیامبر بدرید، او به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت، پسر او سر فرزند پیامبر ببرید، بر چنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد لعنت لا یزیدن و علی آل یزید. این جواب غزالی رو داره میده. اما آقا یزید 3 سال خلافت کرد، سال اول امام حسین رو کشت، سال دوم مدینه رو قتل عام کرد، سال سوم کعبه رو سنگباران کرد مرد. این توبه دیگه کجا؟ و بعد توبه رو انشاءالله فردا شب تو بحث اخلاق از تاریان تشریف دارید عرض میکنم. توبه فقط اینه که آدم هر کاری دلش میخواد بکنه، بعد یک کلام بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. میگم یا آقای شراب میخورد بعد دهنش آب میکشید، میگم آب کشیدم دیگه. توبه امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد 6 شرط داره.
همین لذا یک انسانی که حالا این آیه 159 سوره بقره میگه الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. کسانی که هدایت الهی و بینات خدایی را کتمان میکنن ملعون الهی هم. یزید هدایت الهی رو کتمان کرده، این چی میکشه؟ این همه ظلم و جنایت کرده، این ما بگیم چون توبه کرده خدا بیامرزه؟ نه. ما تو مقام نیستیم، ما حرف خدا رو میزنیم. خدا تو قرآنی رو گفته. خدا میگه والذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی. خدا میگه اونهایی که یصدون عن سبیل الله این کارا رو کرده دیگه. چه کاری میشه در صد سبیل خدایی کرد که یزید نکرده باشه؟ اینا مصداق این آیه، ما طبق آیه داریم جواب میدیم. بله. و حالا یه وقت میشناسیم این ظالمه. ببینید خود ائمه گفتن این ظالم. و مصداق ظلم چیه؟ کسی که حق کسی، چه حقی از ولی خدا بودن رو ضایع کردن ظلمش بیشتر. این کار رو کرده دیگه. وگرنه اون وقت کم کم یه حالت وسواسی افراطی میشه. یعنی انسان حتی توی یک امر قاطعانه وسواس بخواد، دیگه معلوم ظلم کردن، ظلم از این بیشتر. و السلام علیکم و رحمت